بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. با هفتمین قسمت از برنامه تاجیکستان، دردها و آرزوها در خدمت شما سروران گرامی هستیم. تا این قسمت از برنامه ما مهمترین موضوعهای داغ تاجیکستان رو در این برنامه مطرح کردیم که از جمله قضیه مهاجران تاجیکی که از وطن خودشون به خاطر به دست آوردن مال اندکی که شکم خانواده خودشون رو سیر بکنن، کشور خودشون رو، خانواده خودشون رو ترک میکنن و به دیار غربت میرن. همچنین در مورد مساجد که تا هنوز هم حکومت تاجیکستان و کمیته دین تاجیکستان جوانان زیر 18 سال رو از رفتن به مساجد منع میکنن، تراشیدن ریش، اذیت کردن مسلمانان دیندار و متدین و همچنین علمایی که سخن حق رو میگن. اینا از ظلم‌هایی است، نمونه ای از ظلم‌هایی است که در تاجیکستان صورت میگیره و از همه بدتر این که حجاب در این کشور ممنوع است. خیلی از دوستان فکر کردن که حجاب یعنی همین که در تاجیکستان معمول هست و بعضی از خانم ها می پوشند و به عنوان لباس فرهنگی و عنعنوی تاجیکستان معروف هست. این حجاب اسلامی است. نه رحمانوف، نه کمیته دین، نه سلیمان دولتوف، نه سید مکرم، هیچ انسانی در جهان و هیچ مسلمانی، هیچ عالم دینی حق ندارد که رنگ، اندازه و نوع حجاب رو برای زنان مسلمان تعیین کند. این الله متعال هست که کیفیت حجاب رو برای ما فرض کرده است. این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است که چگونگی پوشیدن حجاب رو در سنت مطهرشون برای ما بیان کردند. اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بانوان اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همسران صحابه، کسانی که این قرآن و سنت در بین اونها عملی شد، اونها به ما باید بگن که حجاب چطوری باید باشه. یکی از جنایت‌های بسیار بزرگی که در حق مسلمان‌ها در تاجیکستان صورت میگیره همین ممنوعیت حجاب اسلامی است. اما حجاب رحمانوفی بگیم، حجاب دولتوفی بگیم، حجاب هایی که خودشون ساختن، اون آزاد است. برای شهوترانی خودشون هر کاری که دوست دارن به نام اسلام انجام میدن. از زمان فرعون و از زمانی که طواغیت در جهان حکومت کردن تا امروز، یکی از وسایلی که ظالمان و مستبدان و فرعونیان و فرعونمنشان و کسانی که انسانها رو برده و اسیر خود فکر میکنن، یکی از وسایلی که برای ساکت کردن، برای ایجاد جو اختناق، برای سرکوب کردن انسانها استفاده کردن زندان هست. یوسف علیه السلام رو به زندان انداختن، موسی علیه السلام رو تهدید به زندان کردن. ائمه بزرگوار ما، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، همه اینها فتره ای از زندگی خودشان را در زندان گذراندن. دعوتگران، اولیا، انسانهای مصلح همیشه در مقابل ظلم و طغیان
با زندان مواجه شدند. در حقیقت این زندان ها مدرسه است برای ساختن انسان هایی که بنیاد ظلم و ستم و فرعونیان رو نابود می کنند. تا ما مسلمان ها به زندان نرویم، تا ما مسلمان ها به خاطر دین جان خود را فدا نکنیم، تا ما مسلمان ها به خاطر دین از عزیزترین اشیایی که داریم نگذریم، پیروزی ممکن نیست. کسانی که فکر میکنن که دین اسلام بدون کشته شدن، بدون فدا کردن جان، بدون شکنجه شدن، بدون زندان رفتن به پیروزی میرسد، این انسانها حقیقت این دین رو درک نکردن. زیرا وقتی که شما در مقابل ظالمین و در مقابل فرعون منشان و در مقابل دیکتاتورها و در مقابل مستبدین قیام بکنید و حرف حق رو بزنید، چون بنیاد و اساس حکومت اونها رو و دستگاه دیکتاتوری که ساختن رو متزلزل میسازید، اونا ساکت نخواهند نشست. حتما شکنجه خواهید شد، حتما زندان خواهید رفت، حتما خون شما ریخته خواهد شد. و این سنتی است که اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیدند و اونها الگو و نمونه و سرمشق ما هستند. سمیه ها، یاسر ها، خبیب ها، عمار ها، ابن مسعود ها در جلوی دیدگان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه شکنجه می شدند و به دست تواغیت قریش بعضی از اینها مانند یاسر و سمیه و خبیب به شهادت رسیدند. بعضی ها رو هم عزیزترین کسانشون، پدرانشون، مادرانشون، اونها رو در خونه ها زندانی کردند، دست و پای اونها رو با زنجیر بستند به خاطر اینکه از نشر حق و حقیقت جلوگیری کنند. اما اسلام دینی است که هر چقدر که فشار، هر چقدر که سختی ها، هر چقدر که رنج ها و مصیبت ها و درد ها بیشتر بشه، پایه و اساس و ریشه این دین مستحکم تر میشه. در همین تاجیکستان بیش از 70 سال، بیش از 7 دهه ملت مظلوم تاجیکستان رو ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، کشورهایی که در آسیای میانه قرار دارن، حتی خواندن قرآن جرم بود، رفتن به مساجد جرم بود، نماز خواندن جرم بود، شراب نخوردن جرم بود، روزه رو نخوردن جرم بود. روزه گرفتن که هیچی، به زور اگر که به شما غذایی میدادن در ماه رمضان، اگر شما نمیخوردین جرم محسوب میشد. اما همین ملت ها در زیرزمینی های خانه های خودشون به فرزندانشون قرآن یاد دادن، اسلام یاد دادن و امروز فرزندان همون انسان ها هستند که پرچم لا اله الا الله رو به اهتزاز در آوردن، در تاجیکستان دفاع میکنن از لا اله الا الله، ندای الله اکبر و لا اله الا الله محمد رسول الله سر میدهند. اگر برژنف، اگر ظالمان و دیکتاتورهایی که در اتحاد جماهیر شوروی بودند، از لنین گرفته تا گورباچوف، اگر اینا تونسته باشند که ندای اسلام خواهی، ندای آزادی ملت تاجیکستان رو خفه بکنن و از بین ببرن، نوکران اینها و پیروان اینها و کاسلیسان اینها امثال رحمانوف و کریموف و غیره موفق خواهند شد. اما کور خواندن. اسلام پیروز است، اسلام پیروز خواهد بود. ملت تاجیکستان به کوری چشم اینها دوباره تاجیکستان را به یک کشور اسلامی، به یک کشوری که قوانین قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اونجا نافذ بشه تبدیل خواهند کرد. ما فیلمی داریم در مورد شکنجه ها، در مورد زندانیانی که به دست تواغیت روزگار، به دست رحمانوف و دستگاه جلاد و خوناشامش شکنجه میشن، زندان میشن به خاطر حقگویی، به خاطر حقوقشون، کمترین حقوقشون رو خواستن، به خاطر اون رفتن زندان و در اونجا شکنجه شدن. عزیزان ما فیلمی رو در این مورد
آماده کردن که من بعد از خوندن یکی دو خبری که اخبار مهم هست انشالله این فیلم رو خدمت شما عزیزان پخش میکنم. با دیدن این فیلم انشالله عزیزانی که خاطره ها دارند و این دردها و رنجها رو دیدن در تاجیکستان میتونن تماس بگیرن و در مورد شکنجه ها و زندان های این تواغیت صحبت بکنن تا باشد که ملت شریف تاجیکستان همونطوری که بیدار شدن الحمدلله بیدارتر بشن و ریشه این ظالمان رو از بیخ بکنن و به آزادی و سربلندی خودشون برسن. رمضان رحیمزاده از ایران خواست که در مقابله با وصال حق و سلفی ها کمک کند. خیلی خنده دار است نه؟ خودشون که الان دارن غرق میشن، انسانی که داره غرق میشه مجبوره که بر خس و خاشاکی دست بزنه که خودش رو نجات بده. تاجیکستان از ایران کمک میخواد که بیاد اینها رو نجات بده. ایران اگر خیلی هنر بکنه خودش رو نجات بده، از سقوط رژیم منحوس خامنه‌ای جلوگیری بکنه ایران. در ادامه میگه که رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از همتای ایرانیش عبدالرضا رحمانی فضلی برای مقابله با پخش برنامه‌های شبکه تلویزیونی وصال حق کمک خواسته است. رمضان رحیمزاده با وزیر کشور ایران عبدالرضا رحمانی در 6 ژوئن در دوشنبه ملاقات کرد و رسانه‌های ایرانی نوشتند که رحیمزاده از همتای ایرانیش خواسته است که تهران در کار مبارزه با شبکه تلویزیونی وصال حق که به مردم کشور اخبار نادرست پیشنهاد می‌کند و تبلیغات افراط‌گرایانه پخش می‌نماید کمک کند. خبرنگار دولت ایرنا نوشته است که رحیمزاده با اشاره به برنامه‌های شبکه وصال حق که در صدد ایجاد فتنه در کشور هستند از ایران درخواست کرد برای مقابله با پخش برنامه‌های این شبکه سلفی به تاجیکستان کمک نماید. بر پایه گزارش این خبرگزاری رمضان رحیمزاده به تاکید به ابراز نگرانی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمانوف گفته است که قسمی از مردم کشور از کمسوادی به دام مبلغان سلفی و افراطگرایان افتاده و درگیر فعالیت‌های تروریستی هستند. رسانه‌های کشور از نام رحیمزاده نوشتند که پلیس تاجیکستان در تمام زمینه‌ها به ویژه در بخش آموختن خط فارسی نیاز به کمک ایران دارد و امیدواریم که در این زمینه هرچی سریعتر برنامه و تفاهمنامه ها امضا شود. اما در خبری که سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پخش کرده است در این باره حرفی نزده است. خبرگزاری نیمه دولتی فارس از این نشست گزارش داده و نوشته است که رمضان رحیمزاده از همکاری‌های دو جانبه دو کشور در مسائل امنیتی ستایش کرده است. اینها خبر طولانی است، مهمترین بخشش همین بود که حکومت رحمانوف از حکومت ایران کمک خواسته که جلوی شبکه وصال حق رو بگیرن. ما هم که دیگه کاملا در پی این هستیم که حکومت جمهوری اسلامی بیاد و شبکه ما رو ببنده و این آرزوشون رو به گور خواهند برد و هم خامنه‌ای و هم رحمانوف. شبکه وصال حق متعلق به دولتی نیست که شما رو اون دولت فشار بیارید تا شبکه وصال حق رو ببنده. وصال حق زبان حق ملت‌های مظلوم از مصر و سوریه و عراق و افغانستان و تاجیکستان و فلسطین و غیره کشورهای مظلوم و امت‌های مظلوم و ملت‌های مظلوم بوده و به کوری چشم شما خواهد بود. با هم این فیلمی که دوستان عزیزمون آماده کردن در شبکه جانی وصال حق در بخش تاجیکی این فیلم رو می‌بینیم و بعد از اون ان شاءالله برمیگردیم خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. شکنجه در زندان‌های تاجیکستان. موضوع شکنجه در زندان‌های تاجیکستان امروز به یک پدیده بسیار خطرناک و وحشت‌انگیز تبدیل شده است که در این گزارش به گوشه‌ای از این پدیده شوم اشاره خواهیم کرد. قبل از آنی که به موضوع شکنجه در زندان‌های تاجیکستان بپردازیم، باید قید نمود که افرادی که امروز در زندان‌ها به سر میبرند نه همه آنها مجرم و گناهکار هستند، بلکه تعداد زیاد آنها زندانیان سیاسی هستند و گناهشان فقط سرخم نکردن در قبال سیاست‌های غلط دولت است. آنها نگرش دیگری دارند و از روش حکومتداری رژیم رحمانوف انتقاد می‌کنند. رژیم رحمانوف وجود آنها را برای عرش و کرسیش خطر احساس می‌کند
کند و این افراد با تهمت‌های واهی و بی اساس سالهای طولانی و بعضی‌ها مادام العمر روانه زندان شده اند. و یا افرادی هستند که به تهمت انتماء به گروه‌های اسلامی در تاجیکستان که حکومت آنها را گروه‌های افراطی و تروریستی می‌شمارد مثل سلفیه، جماعت تبلیغ، حزب تحریر و غیره روانه زندان شده اند. حکومت تاجیکستان هر کسی را که با او در جرم و چپاولش همراه نیست و نگاه منتقدانه‌ای دارد دشمن خود تلقی کرده در پی تصفیه‌اش می شود و با هر راه و وسیله مانند قتل و کشتار یا ضرب و شتم و یا زندان از راه خود دور می سازد. حتی افرادی که این رژیم را به قدرت رساندند از چنگال این حکومت نجات نیافته‌اند و با تهمت‌های واهی به قتل رسانیده شده اند و یا روانه سیاه‌چال‌ها شدند. یعقوب سلیموف از افراد سرشناسی که در به قدرت رساندن رحمانوف نقش کلیدی را بازی کرد وقتی رحمانوف از او احساس خطر کرد که شاید این فرد در آینده برایش دردسر شود با تهمت‌های ناروای او را پشت میله‌های زندان انداخت. اکنون او مدت 15 سال است که در بدترین حالت در بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی تاجیکستان به سر میبرد. جنرال غفار میرزایوف یکی دیگر از افرادی که رحمانوف را به قدرت رسانید بعد از آن که رحمانوف از او احساس خطر نمود با جرم‌های بافته و سنگین همچون خیانت به وطن مادام العمر روانه زندان نمود. زید سیدوف محبوس سیاسی دیگری است که امروز در زندان به سر میبرد. زید سیدوف از افرادی می باشد که دوست و دشمن در تاجیکستان و خارج به پاکی و نزاهت و صداقتش شهادت می دهند و در آبادانی کشور سهمی بسزایی داشته است و خود رئیس جمهور امام علی رحمانوف هم بارها او را با افتخارنامه ها و جایزه ها قدردانی کرده است. او خودش بارها اظهار داشته بود که من نمی خواهم در کشوری زندگی کنم که یک ثروتمند داشته باشد و صدها نادار و فقیر و کمبغل و قصد کرد حزبی تأسیس دهد و از طریق آن خدمت بیشتری به ملت تاجیک کند. ولی حکومت رحمانوف چون دید تصمیم این مرد در آینده خطری برای عرش و کرسیش دارد با چندین تهمت‌های واهی و سنگین که تا حال هیچ یکی از آنها هم اثبات نشده است او را به مدت 23 سال روانه زندان کرد. در مورد شکنجه در تاجیکستان باید گفت که در این مسئله هیچ شک و تردیدی نیست که زندانیان در تاجیکستان با بدترین اشکال شکنجه و آزار می شوند و ماموران پلیس و امنیت تاجیکستان برای گرفتن اعترافات از بازداشت شدگان انواع شکنجه و آزار را استفاده می برند و عباره مشهوری از زبان بازجویان و کارمندان امنیت برای گرفتن اعترافات ورد زبان هست که به بازداشت شده می گویند اگر ضرورت شود کشتار لنین را هم بر عهده می‌گیری. در یک گزارشی با عنوان تاجیکستان شکنجه در نبودن حکم فرمایی قانون بی تفتیش باقی می‌ماند آمده است ماموران انتظامی برای اعتراف گرفتن از بازداشت شده ها آنها را به نیروی برق می‌گذارند، بالایشان آب داغ می‌پاشند، خفه و نفسگیر و لت و کوبشان می‌کنند و یا حتی به آنها تجاوز جنسی می‌کنند. شواهد و دلیل‌های زیادی در دست داریم که وجود شکنجه در تاجیکستان را اثبات می‌سازد و سازمان‌های خارجی و داخلی بارها از این پدیده شوم اظهار نگرانی نموده‌اند و از حکومت خواسته اند تا دست از شکنجه بردارد، لیکن هیچ گوش شنوایی نیست و حکومت همه گونه شکنجه را رد می‌کند. پیام فروغی مدیر شعبه حقوقی سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید باور کردن به گفته‌های مسئولین زندان‌های تاجیکستان بسیار دشوار است چون آنها اصلاً از شرایط نگهداری زندان سر دولتی می‌سازند و آن را از اسرار امنیت ملی دانسته به سازمان‌های بین المللی اجازه وارد شدن به زندان‌ها نمی‌دهند. نماینده سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان و سازمان‌های حقوقی و جمعیتی تاجیکستان در یک میز گرد شرایط زندانیان زندان‌های تاجیکستان را بسیار وخیم عنوان کردند. تاتیانا خانیوخینا رئیس مرکز حقوق بشر در تاجیکستان میگوید
زندانیان در تاجیکستان در شرایط نهایت سنگین و دشواری به سر میبرند. آقای ریچل بوگر، کارشناس سازمان عفو بین الملل، در گزارشی که در مورد شکنجه در تاجیکستان آماده کرده است میگوید روش‌های شکنجه مثل استفاده از شوک و ضربه‌های برقی، آب جوش، خفقان، زدن و دشنام دادن، سوزاندن با سیگار، تجاوز و تهدید به تجاوز که از طرف نیروهای امنیتی تاجیکستان استفاده می شود بسیار تکان دهنده می باشد. تنها راه نجات بازداشت شده ها از چنین وضعیت بسیار دشوار دستخط اعتراف است یا پرداخت رشوه‌های سنگین. در گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است شکنجه و لطوکوب بازداشت شده ها در تاجیکستان معمولی شده است. سازمان جهانی علیه شکنجه با انتشار اظهاراتی گفت که با گذشت 20 سال از پیوستن به پیمان بین المللی علیه شکنجه، این پدیده در تاجیکستان همچنان گسترده است. این سازمان می‌افزاید از سال 2011 تا 2014 ائتلاف علیه شکنجه در تاجیکستان بیش از 100 مورد را که گفته می شود در آنها مردان و زنان و کودکان شکنجه شده اند ثبت شده است. مثال‌های فراوانی را از شکنجه می‌توان ذکر نمود که حالت وخیم و دهشت زندان‌های تاجیکستان را بازگو می‌کند. از جمله شهروند حمزه اکرامزاده سال 2010 با اتهام داشتن سلاح غیر مجاز، طمع‌جویی و غارت به مدت 11 سال روانه زندان شد و در سال 2012 در زندان شهر دوشنبه به صورت مرموز جان داد. خانواده اکرامزاده بیان داشتند که وی در پی شکنجه جان داده است. آنها میگویند که آثار شکنجه با درزمال در بدن او مشاهده میشد. زندانیان زیادی هم شهادت دادند که اکرامزاده در نتیجه شکنجه مامورین زندان جان داده است. دولتیار قربانوف، زندانی زندان شهر دوشنبه میگوید با چشم خودم دیدم و صدای او را میشنیدم که میگفت سردار نزنید و داد و فریاد میکشید. بعد از آن که دولتیار قربانوف و دیگر زندانیان به خانواده و پیوندان اکرامزاده کشته شدنش را نقل کردند، حکومتداران آنها را مورد بازخواست و تعقیب و فشار قرار دادند و از آنها خواستند از شهادت خود دست کشند و آنها را از زندان دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند. محموراد آدینیوف، رهبر سازمان غیر دولتی دفاع از حقوق زندانیان در برابر شکنجه میگوید دولتیار قربانوف از سوی 4 کارمند زندان شماره 1 شهر دوشنبه یک روز در فضای باز در سردی طاقت فرسا نگه داشته شده است و حالا وضع سلامتیش وخیم ارزیابی می شود. او می افزاید دولتیار یکی از شاهدان قضیه مرگ اکراموف بود و کارمندان زندان او را شکنجه کرده و وادار به دست کشیدن از گواهیش کرده اند. بزرگمهر یاروف، وکیل مدافع اکرامزاده میگوید اصلا هیچ جای پوشیده نیست که در زندانهای ما شکنجه وجود دارد. دوام این سالها باری هم نشنیده بودیم گروهی از زندانیان را از دوشنبه به خوجند انتقال داده باشند، اما بعد از مرگ اکرامزاده یک باره ماموریت زندان دوشنبه خرج زیاد نموده گروهی از زندانیان را انتقال دادند. این دلیل آن است که واقعا اکرامزاده در پی شکنجه به هلاکت رسیده است. زندانی دیگری که به کشته شدن اکرامزاده گواهی داد زندانی رها شده رفایل مقصودوف می باشد. او افزود صبح 12 سپتامبر سال 2012 متوجه ضرب و شکنجه و لطوکوب اکرامزاده از جانب مامورین زندان شدم و آخرین سخنان اکرامزاده این بود که داد میکشید آه جگرم کفید. سنت الله رضایوف و صدرالدین تاشوف نیز از جمله کسانی بودند که به شکنجه اکرامزاده شهادت دادند و خود آنها برای این شهادت زیر آزار و شکنجه قرار گرفتند. زندانی دیگری که در اثر شکنجه در زندان جان داد اسماعیل بچه‌جانوف می باشد. او ساکن 32 ساله ناحیه رودکی بوده و اتهام دست داشتن به قاچاق مواد مخدر بازداشت و زندانی شد و با قرار دادگاه باید به زندان دیگر منتقل می شد. او در بازداشتگاه موقتی از سوی کارمندان بازداشتگاه لطوکوب شده در راه به سوی شفاخانه به هلاکت می رسد.
سفرعلی سنگوف شهروند دیگری است که از دست جلادان رژیم به قتل رسید. سنگوف ساکن شهر دوشنبه ماه مارچ سال 2012 از سوی مامورین پلیس ناحیه سینا بازداشت شده بعد از 4 روز بر اثر جراحت‌های شدید و خونریزی در بیمارستان جان داد. امیدجان تاجیوف عضو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سال 2013 به جرم حقوق ویرانکنی مأموری بازداشت شده بعداً با تهمت تشکیل گروه جنایی عیبدار دانسته شد. مأمورین پلیس شهر اسفره با شکنجه می‌خواستند از او اعترافات بگیرند که نامبرده به شکنجه تاب نیاورده خود را از آشیانه سوم بنای شعبه پلیس شهر اسفره به پایین انداخته در نتیجه از هر دو پای محروم می‌ماند. با همین حال او را به بازداشتگاه موقتی شهر خوجند انتقال دادند و او 19 جنوری سال 2014 در بیمارستان مؤسسه اصلاحی شهر خوجند به شهادت رسید. زندانی سابق زندان تاجیکستان که ثبت مکالمه اش رسانه‌ای شد و از دهشت و وحشت زندان‌های تاجیکستان نقل می‌کرد می‌گوید: در زندانی که من قرار داشتم افراد زیادی بودند که با تهمت‌های بافته و انتماء به گروه‌های مذهبی زندانی شده بودند و افرادی هم بودند که از زندان گوانتانامو آزاد شده بودند و حکومت آنها را زندانی کرد. آنها نقل می‌کنند که عذاب و شکنجه‌ای که در زندان تاجیکستان وجود دارد در زندان گوانتانامو وجود ندارد. زندان‌های تاجیکستان علاوه بر شکنجه جسمی و روانی زندانیان همچنین منبع دریافت پول و ثروت و رشوه برای حکومتداران و مامورین زندان میباشد. مامورین زندان زندانیان را مجبوراً به زواد و فبریکه و کارگاه و کارخانجاتی که متعلق به حکومتداران هستند میبرند و در کارهای شاق و وزین استفاده میبرند. عبدالکریم ظاهروف زندانی سابق که به گفته خودش بدون هیچ جرم و گناهی 13 سال روانه زندان شده بود میگوید: مامورین زندان زندانیان را عذاب و شکنجه های زیادی می کنند و آنها را به کارخانه ها برده در کارهای وزین استفاده می کنند و هر کسی که به سبب مریضی نتواند در آنجاها کار کند از او می خواهند تا از خانه خود برای آنها پول و مال و چیزهای گران قیمت دیگری طلب کند. اینها نمونه ای از جرایم رژیم رحمانوف علیه شهروندان و زندانیان تاجیک می باشد و با وجودی که قانونگذاری کشور مجازات های علیه کسانی که به شکنجه دست می زنند پیش بینی کرده است، اما این روند تا کنون ادامه دارد و قانون در حق حکومتداران تطبیق نمی شود. در پایان جا دارد اشاره شود که قانون در تاجیکستان بالای مردم بیچاره و مخالفین تطبیق می گردد، اما حکومتداران و فرزندان و اقربایشان روزانه مرتکب هزارها جنایت می شوند و کسی آنها را بازخواست نمی کند و در مواردی که قضیه مشهور شود با مجازات های معمولی و سبک آزاد می شوند. به گونه مثال رسول امان الله پسر نابالغ 16 ساله امان الله حکوموف رئیس سابق راه آهن تاجیکستان و از نزدیکان و خویشاوندان امام علی رحمانوف ساعت 2 شب 9 اکتبر سال 2013 با ماشین گرانبهای تمغه BMW در یکی از خیابان‌های دوشنبه با سرعت زیاد به ماشینی که متعلق به علاءالدین سیدوف بود برخورد کرده، در نتیجه علاءالدین در جای حادثه به هلاکت رسید. 2 نفر دیگر با نام ثریا اسماعیل آوا و اکتم منصوروف در بیمارستان جان دادند و 3 نفر دیگر جراحت‌های سنگین برداشتند. دادستان کشور نسبت به این حادثه پرونده جنایی باز کرد و پرونده به دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی فرستاده شد. بعد از بررسی حادثه دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی مادر رسول امان الله را به مقدار 120 سامانی برای نقض قانون کشور برای مسئولیت والدین در تعلیم و تربیت فرزند جریمه کرد و با همین قضیه خاموش شد. یعنی ارزش جان 3 شهروند کشته شده و 3 نفر زخمی نزد حکومت رحمانوف تنها 120 سامانی یعنی حدود 20 دلار آمریکایی است. در مقابل هزاران جوان بدون هیچ گناهی با تهمت‌های واهی سالیان سال در زندان‌های وحشت و نمناک و تار رژیم ددمنش و انسان ستیزی رحمانوف به سر میبرند.
بله بینندگان عزیز گرامی، این فیلمی که دیدید بخش های خیلی اندکی بود از دردها و رنجهایی که ملت مظلوم تاجیکستان از این حکومت و از طرفداران این حکومت میکشند. با این اخباری که میشنویم باید ملت تاجیکستان این یقین رو داشته باشند که در پشت سر این حکومت و همه این ظلم ها و وحشت و بربریتی که علیه شما ملت مظلوم صورت میگیره ایران و روسیه قرار داره که این حکومت رو کمک میکنن و الا وزیر امور داخلی تاجیکستان یا وزیر کشور تاجیکستان از همتای ایرانی خودش تقاضای کمک نمیکرد. این ایرانی که داد از دفاع از مظلومین و ستم دیدگان در جهان میزنه، تنها هدفش در تاجیکستان وجود این حکومت است، حکومت رحمانوف، زیرا امثال وزیر کشور تاجیکستان و امثال رئیس کمیته دین و امثال مفتی تاجیکستان و امثال مبلغینی که دارند که در برنامه گذشته بعضی از چهره‌های اینها رو افشا کردیم، هدف ایران فقط این است که این افراد باشند در تاجیکستان و تبلیغ تشیع رو بکنن، تبلیغ رافضه‌گری رو بکنن. برای حکومت ایران نه ملت تاجیکستان مهم است، نه مظلومیت این ملت مهم است، نه این شکنجه ها و زندانی ها مهم است، نه مساجد و مدارس دینی تاجیکستان مهم است، چون اونها به این عقیده هستند که اگر ملت تاجیکستان شیعه نشوند، اگر ملت تاجیکستان رافضه‌گری رو قبول نکنند، فرق بین تاجیک ها و بین یهود و نصارا نیست. این اعتقاد مذهبی این حکومت خبیث ایران هست که اعتقاد دارن که باید همه جهان، همه کشورهای اسلامی، حتی مکه و مدینه رافضی بشن، لعن صحابه بکنن، توهین به امهات المؤمنین بکنن. اون موقع اینها مستحق این هستن که ایران از اونها دفاع کنه و به اونها کمک بکنه. از همین لحظه شماره تلفن های برنامه رو عزیزانمون زیرنویس خواهند کرد. همچنین از طریق ایمیل live@wasalfat.tv هم شما عزیزان میتونید پیام های خودتون رو بفرستید و اسکایپ وصال حق هم در خدمت شما عزیزان هست و در تماساتون سعی بکنید در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنید. امروز به دلیل برنامه بعدی که ما داریم، برنامه فتوا، مدت برنامه 2 ساعت هست. سعی کنید که خیلی کوتاه و مختصر در 2 الی 3 دقیقه بیاناتتون رو ارائه بدید تا مجال بیشتر داده بشه به عزیزان دیگری که در پشت خطای تلفن منتظر هستن که تماس بگیرن. ما انشاءالله از طریق شماره تلفنی که اعلان میکنن دوستان و از طریق اسکایپ وصال حق تماسهای شما عزیزان رو خواهیم داشت و در ضمن یادآوری کنم که یکی از دوستانمون کلیپی رو آماده کردن در مورد وضعیت زندانیان در تاجیکستان است که این کلیپ رو هم انشاءالله خدمت شما عزیزان در لابلای برنامه پخش خواهم کرد. تا برقراری تماس‌های شما عزیزان، خبر دیگری رو هم عزیزان ما فرستادن که قضیه منع ورود به مساجد برای جوانان زیر 18 سال هنوز هم در تاجیکستان هست و این تصاویر جدیدی است که عزیزان ما فرستادن که در بعضی از مدارس، احمد جان اگر بتونی اینو نشون بدی، در بعضی از مساجد تاجیکستان هنوز هم افراد پلیس از ورود جوانها به تاجیکستان جلوگیری میکنن. این تصویر رو کارگردان عزیز برنامه بعد زحمت کشیدن نشون دادن و تصاویر دیگری هم هست که این تصویر رو هم عزیزانمون اگر نشون بدن و همچنین این به اصطلاح مشکلاتی که برای نمازگزاران هست در تاجیکستان هنوز هم ادامه داره و امیدواریم که این ظالمان سر عقل بیان و دست از این جنایات بردارن. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید.
سلام علیکم برادر مومین، برادر انصاری. علیکم السلام و اون رحمت الله. چیزایی که امروز شما به ما نمایش دادید با وقت سخن گفتم بعد او بسیار سنگین و برای ما جانرس است و اگر یکون سخن ناجای باشد از طرف شما عذر میپرسیم و به برادران تاجیکی مسلمان خود یک کلمه یک جمله گفتن میخوام. ای برادران، ما زنها یک قسم از ضعیفترین این جامعه حساب میخوریم. امروز ما به همه کمک های شما نیاز داریم. ای برادران برخیزید، ما زنها در همه وقت در طرفدار شما هستیم. امروز ما نمیتوانیم دیگر شکنجه های برادران خود را ببینیم. این چی بود؟ این چی روزه به سر تاجیک ما می آید؟ برادران برخیزید، بیدار شوید. ما هم در طرف شما هم، ما هم با شما هم. خداوند همه شما را نگهبان باشد. خداوند همه مسلمان های تاجیک را در پناه پاک خود نگاه بدارد. آمین. خداوند همه شما را نگاه بدارد. برادر انصاری، گفتنی ها زیاد داریم، لیکن احساساتی که این لحظه ما را فرا گرفته است امکانیت نمیتونه با ما که سخنمان آزاد گفته تانیم، برای که دلهای به این هم پوری ما امروز چنان از خون از چشمان ما جاری است. برادران برخیزید، خداوند همه شما را نگهبان باشد. من دیگه سخن کردن نمیتوانم. سلامت باشید خواهر گرامی، الله مطالب ستون کنه. تشکر از شما. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید از طریق اسکایپ. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. همراه آقای انصاری صحبت میکنم؟ بله شما دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید برادر عزیز. اولا تشکر خود رو بیان میکنم آقای انصاری و بعدا گفتنیم که این تمام اون نوارهایی که امروز ما سعی کردیم چیزی که شما نشان دادید آقای انصاری به خدا قسم اینا هم از حقیقت دارن و برادرایی که در اون زندان ها زندانی شدن از دهان ما اونا هم شنیدیم که در اون زندان هایی که اصلا جای مکان برای 700 نفر است، حتی ما شنیدیم که 1400 نفر زندانی را در آنجا مقصد که بالا به بالا بگیم خواب کرده، یعنی حتی میگن آشخانه و حمام و حاجتخانه و تمام جاها پر شده که آقای انصاری به خدا قسم این تمام این چیزایی که شما مقصد که برای ما نشون میدید حقیقت داره و اون نفرانی که میبرند در اینجا مقصد که داد و فیغان میکنن که شما برای ما چیزای غیر درسته مثلا چیزای دروغ برای ما نشون میده، به خدا قسم اونا همون نفرایی هستن که شاید از بگیم یک چکره از همین فایده همین حکومت به اونا برسه زندگیش یک کمی که خوب است دیگر در غم یگان برادر و خواهر مسلمان ما نیستن، اونا همون نفرایان. و برادر انصاری شما ما را گوش داره؟ بفرمایید برادر عزیز. بله برادر جان، این همه سخنی که امروز ما از دهان شما شنویدم گفته که در پشت این همه این بدبختی ها ایران و روسیه مقصد که همکار است. به خدا قسم من همین گپ میخواستم بر وقت بگم مقصد آقای انصاری که این گپ شما 100% حقیقت داره. اگر که این شیعه بدبختی رافضیایی که امروز در تاجیکستان مقصد که همون عملایی که میخواهند انجام بدهند اینا همون عملا را با واسطه این حکومتدارای ما انجام دادند. این مردم ما بعضیش میبره اینجا سخن میکنه که ما با شیعه ما با رافضیان مقصد که هیچ مشکلی نداریم، هیچ اشکالی نداریم. آقای انصاری به خدا قسم یا هیچگاه برای ما برادر شدن نمیتونن و یا دائم در فکر بدبختی و در فکر ظلم و ستم این قدر مقصد که سطر خواهرای ما را گرفتن، این قدر برادرای ما را بیریش کردن، این همه با دستگیری کمک این همین رافضیای بدبختا مقصد که انجام داده شده است.
و دیگه برادرای آزادیخواه گفتنیم که برادرای آزادیخواه بله ما انشالله که تنها آزادی میخواهیم، تنها آزادی اسلام در تاجیکستان میخواهیم، لکن ما هیچگاه آزادی نمیخواهیم که در او آزادی مقصد که برادران در او آزادی پیامبر ما صلی الله علیه و سلم که اصحاب پیامبر صلی الله علیه میگن حضرت عایشه رضی الله عنها مقصد که دشنام بدن فوش بدن، ما هیچگاه او آزادی را نمیخواهیم. ما تنها آزادی میخواهیم آزادی دین داشته باشیم، آزادی سخن داشته باشیم، آزادی بیان داشته باشیم، لکن دانسته باشید که ما هیچگاه با این رافضیا یک فکر شده نمیتونیم. یا دشمنان یا سگ بچه‌های افغان یا تا وقتی که اینا در تاجیکستان برای خودشون راه دارن به خدا قسم کو ما و شما را این همین به سطر میکنن، کنج زندانی میکنن، ما را با چنین میرسونن که شد از این دیده بدتر شدیم. برادر عزیز آقای حجت الله فغانی سفیر ایران در دوشنبه در تاجیکستان تقریبا حدود 2 هفته قبل در نشستی که با مطبوعات تاجیکستان و ایران داشت، در اونجا ایشون میگه که هدف وصال حق ایجاد اختلاف بین مردم تاجیکستان با مسئولان خود و همچنین میان مردم و مسئولان تاجیکستان و ایران است. این صفحه را احمد جان اگر بتونی نشون بدی. این صفحه خبری است که در رادیو تاجیکی ایران هشدار سفیر ایران در تاجیکستان درباره توطئه در روابط تهران و دوشنبه. نظرتون در این مورد چی است برادر عزیز؟ آقای انصاری به خدا قسم یا ما را فریب میکنن، فکر کردن که مردم تاجیکستان حالی هم گوسفندای اینا باور میکنن. اینا فکر کردن که جوانایی که امروز الحمدلله خدا هم برای عقل ذکاوتی مقصد بگیم کامل داده، اینا حالی هم میخوان که ما را همه گونه سخنان مثلا فریب بتین. اینا میخوان که چهره خودشون مقصد که بیان نکنن. خدا قسم این تمام این مشکلی که بالای سر ما آمده است، خواهرای ما را به حجاب کردن، مادرای ما را فاحشه کردن، برادرای ما را بریش کردن. به خدا قسم آقای انصاری همه این با دستگیری و با فرمان و با امر کمک همین رافضیای ایرانی شدگی با امر اینا اجرا کرده است، تنها با دست حکومت دارای ما اجرا کرده است آقای انصاری. درست. تشکر برادر عزیز، تشکر از نظرات شما. اگر صحبت دیگری ندارید با شما خداحافظی میکنیم. بله آقای انصاری به خدا قسم من تنها همین را میگم که خالص از برای الله آقای انصاری شما را دوست می‌دارم. به خدا قسم مهر شما را خداوند در دل ما تاجیکا جای کرده. والله فقط در حقتون دعا گویم و برای هر یک ملت تاجیک همین را میخوام که این ملت تاجیک بی خدا ناموسا را بیدار کنیم. بیایم ما دیگه خوابه که این غفلته که 23 سال ما خواب رفتیم، برادران ما را کشتن، در زندان ها میکشن، تا این مزخرفای ما را به حجاب کردن، مادرای ما را فاحشه کردن. این مردم تاجیک بخیره بالا بی الله جلو ببره آقای انصاری. خدا همه شما را نگهبان باشه. مردم تاجیک ناموسا بیدار کنه که ما به خدا ما تشکر از شما برادر. ما در دین مونه، نه تنها آزادیمان در دین مونه، تنها حرمت احترام ما در دین مونه. اگر اینا دین ما را از بین ببرن ما کلا از بین میریم. برادرها از من تشکر. خدا همه شما را نگهبان باشه، ناموسانه بیدار گردانه، در حق هر یک تایمو دعاگو باشه. آقای انصاری خدا شما را نگهبان باشه، همه در حفظ امان الله باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این برادر عزیزمون، احساسات شما قابل قدر است. تماس بعدی. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد الله کریم محمد انصاری. سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ من برادر شما از شهر رسی ام. بفرمایید برادر گرامی، در رابطه با موضوع برنامه شکنجه در زندان‌های تاجیکستان اگر مطلبی دارید میشنویم از شما. واقعا استاد عزیز بسیار مسئله جدی است پیشنهاد کردین. الله سبحانه و تعالی شما را محافظت کند و آمین. جزای خیر می‌دهد. و چیزی را که من اشاره کردم به مقصد است که موضوعی که شما گفتین درباره مثلا سفیر خارجی ایران با رئیس کارهای داخلی تاجیکستان وقتی که صحبت کردن درباره
مثلا پیشگیری وصال حق صحبت جدی داشتم. دیگر باید ما بفهمیم برادران که این رئیس پلیس تاجیکستان با رئیس کارهای داخلی روسیه را ملاقات داشتن و در اونجا بگیم که یک حجت را دست ماندن که تاجیکانی که در شهر روسیه به دعوت و مثلا یکدیگر را به اسلام دعوت میکنن و او را همچون یک افرادگر، همچون یک انسانایی که گویا انسانها را به سوی کارهای خیر اسلامی دعوت میکنن و او را باید با مستم کشیده شود به تاجیکستان روان کرده شود. الان در روسیه که احوال ما خیلی و خیلی بد است دوستان عزیز، بالای این با اشارهای وزین با بول ما آوردن. سبحان الله، اگر تا این وقت که ما را دستگیری میکردن با حجت ها مثلا تفتیش و ظلم و ستم میکردن، از این بعد ما را برای دینداری مون که باید ظلم و ستم کنن. درست. این هم چیزا باید برادرها بدونن. تشکر از شما. الله متعال ستون کنه. السلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یک موضوع رو من اینجا به آقای وزیر امور داخل تاجیکستان و همچنین همتای ایرانیش بگم که تنها در هان روز شما می توانید صدای وصال حق رو خاموش بکنید که همه ما رو، همه کسانی که در این شبکه کار می کنند رو از بین ببرید، سرهای ما رو از تنمون جدا بکنید. اون موقع شاید بتونید شبکه رو، اونم به طور موقت، کسان دیگری هستن که راه ما رو ادامه بدن. و این از بزرگترین آرزوهای ماست، شهادت در راه الله سبحانه و تعالی، شهادت در راه حق، در راه حقگویی. دلهای ما پرپر میزنه برای این و انشالله این پیام حق خواهد بود، چه شما بخواهید چه شما نخواهید. عزیزانمون کلیپ دیگری آماده کردن در مورد شکنجه در زندانهای تاجیکستان. این کلیپ رو میبینیم و بعد از اون انشالله تماسهای شما عزیزان رو خواهیم گرفت. Abdulkarim Xoliqovic سال 1999 محکم شدم. سال 2012 برآمدم. 13 سال به گناه، یگان گناه نبود که من واقعا به گناه مشتم. همین در اونجا شکنجه‌های سخت هستن. در همون محبسخانه رضای سنت الله به گناه و همونجا غلطیدگی بود. بچه یاش بود بزبالکی بود. یک تن رژیمنیک رستمچه و فقط ازدواج میکرد. هر ماه میگفت که ما در پل میتیم و رضای خودش گردن غاز بزبالک بود. غم میداد، به هیچ محکمش میکرد. تا آتش یا هم فکرسی بدیم که تلفن ها گفته بودم مدام یاری تلفن های فسان آورده بود دادگی بودش. غم میداد. خیلی در همونجا قانون نیست، یگان قانون اخیری نیست که همیشه دیده همین چیزهایی دیدم. مثال من هم قصرات شدم، بسیار آدم‌ها در همونجا مردن. یگان کس زدی یا نگرفت، زده کشتنشون. یگان کس ایروی اینا هم شکایت نکرد. مثال یک بچه دیگه بود، اوچه ژورنالیست که بوده خیلی میدونیم، نرکمان بود. گروهی زمانچند رازق میگفتن هوای میفروخت و یک دو نیدستت که کرد که خودش که نرکمان که بود کشید نیدستت که کرد و یا چیز اپراتیونیکو جماروف مختار یا کتی و یا زدن دستوش تناش پری خون دستوش شکستن و اوچش داشت ژورنالیست که پرواده. ما اوچش کتی با تلفنم یاد دوگاه زدم، میگم ما را گفتن که نویس که دعوا ندارم با بچه تمیتیم. گرفتم دیدم هم اینجا شکستگی بود، پری خون بود. داشت میدونم که بچه ما مختار و جمال هوای زده کشته، همیشه میدونم هیچی نه و یا هیچی سالی رو هیچ کارام نشید، هیچ وای نکرد. خیلی با مراجعه داریم تا زیاده همونجا ستمجا رفته است که
دایرکتوری زاود می‌داره کسی که اسکاف شکست از جناب اولی میگه جناب اولی گفتگی کسی که اسکاف شکست میره مجبوری کار میکنه و کسایی هستی نیستی و دفعش نیست. اگر داکیمنت پودکروس داشته باشی یا که چرنوبیل یا که افغانستان داکیمنت داشته باشی کار نمیره میگه ایخونت پل بیار. ایخونت باید پل بری بسپاری. این چیزا اکنون نمیدونم حقی نوحقی نخوکی تا همینجا اکده باشن که محکمی با ایخونت پل بیار گفته مجبوری زورواری کنن یا که زورواری با کار بیارن. در اونجا کسانی و خونه میپرده فرقش نیست. داکیمنت نداشته باشی ای بیرن حساب نمیخوره این چیزش. مثلا با ششم زونه رفتم. ششم زونه در یک کسالی با کار برآوردن اکای هوای هم در همونجا بود. برآوردن گفت که من کار نمیتونم کدای سوسه من کار نمیتونم کسالم. همون کارگر زواد گرفت بسیاری بعد حقارتش کرد و ایش کرد سوسه با آهن سنش پرتاب یا آهن گرفت در پوچش زد. همون پوچش خونالوشی گرفتم برنیسه بودنش. نچند سانچاس چند گفت که یا بیرون برن که این میمرن این خون زرزید مینا تا دلش میداره میمرن نچند ترما یا بودم بگذار بمره بینن که کسی که کار نمیکنه و یا چیزا انیم خیلی بگذار میمرن تو ایزارتی رو شریف نچند اویدم وای کردن که همین آدم میمره بینه و هم بود بگذار میمرن پس همین هوای نکردن بعد چند روز هوای آدم در همونجا مرد اکش هم در همونجا بود ای فرخور بودن یه دروغ هم یا دختر سر کردن دختر وای حق گفته بود و وای دروغ ای کور سر کردن که تا دستاری ما هم ازدی گناهگار همون هیچ کس دعوا هم نکردن دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، خاصتا عزیزانمون در تاجیکستان، با ویژه برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها در خدمت شما سروران گرامی هستیم و از طریق شماره تلفن برنامه و همچنین اسکایپ وصال حق میتونید شما عزیزان تماس بگیرید و در رابطه با موضوع برنامه صحبت بکنید. بله بیننده عزیز و گرامی، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما کمتر از وای دورتر ما از موضوع این مسئله رمضان انیمو تاجیکستان و روز تخطیر میشه یا پیش میشه در مسئله گرمی دوست. انشالله شما بیننده برنامه وصال حق باشید. روز چهارشنبه انشالله ویژه برنامه استقبال رمضان خواهیم داشت در همین وقت انشالله. ما دیگر تماس گرفتیم نمیتونیم اون میخونه شما. تشکر از شما. در ما دیگه مثلا اکران نکن هوا ایمو بده. درست. هوا گرفتگی آسمون بارون برده. انشالله از طریق وصال حق بیننده باشید، انشالله این موضوعات رو مطرح میکنیم. تشکر از شما. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. بله سلام علیکم، لطفا صدای تلویزیون رو ببندید بیننده عزیز. وصال حق بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ما بسیار از شما بزرگ می‌کنم. ما به این بسیار سلامت باشید. بیننده عزیز لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید. بیننده عزیز صدای تلویزیون رو ببندید، بفرمایید. انشالله بیرون در تاجیکستان کار خوب می‌کنه باشید. بله.
این ظلمی که در تاجیکستان در این بدبختا این اتفاق. الله المستعان. الله المستعان. تشکر از شما برادر عزیز. معلوم درمان خدا باشه. زنده باشید. تشکر از شما. آمین. تشکر از شما. بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد ما رو با محمد انصاری وصل کنید. شما وصل هستید، صدای شما داره پخش میشه برادر عزیز، بفرمایید. من از همه عزیزان تاجیکمون درخواست میکنم موقعی که تماستون برقرار میشه لطف کنید صدای تلویزیون رو ببندید و از طریق گوشی تلفن با ما صحبت بکنید، یا به لهجه تاجیکی بگم صدای تلویزیون رو کشید و از طریق تلفن گپ زنید. بفرمایید. چشم استاد عزیز، واقعا این چیزایی که شما نمایش دادید واقعا این از اون شکنجه‌ای که هست یک قسمتی بود استاد. این همش یعنی اصل دارد، یعنی که واقعا عذاب و شکنجه استاد عزیز در زندان ها خیلی. متاسفانه تماس ایشون قطع شد. از طریق اسکایپ میگیریم بیننده عزیزمون رو. بله سلام علیکم بفرمایید. بیننده عزیز از طریق اسکایپ. علیکم السلام و رحمت الله بفرمایید. شبکه وصال حق است. وصال حق بفرمایید برادر عزیز. از شهر استانبول زنگ میزنم. یکی از فعالان گروه جوانان برای احیای تاجیکستان هستم. بفرمایید. اولا در مسئله نمایش که درباره دردها و آرزوها است، درد حکومت تاجیکستان رو، درد امروزه مردم تاجیکستان رو با شما گفتنی هستم. تا جای آمده است که دیگر خاموشی ما باید اختیار نکنیم. هر گپی که میگن، هر سخنی که امروز میگن همه این راست است. و من خود در شهر کولاب در سیزا میگن جایی که در اونجا بازداشت شدگان بودن، من رفتم با مادر آنها صحبت داشتم، با خواهرای آنها صحبت داشتم، با خانواده آنها صحبت داشتم. امروز در کارگران حکومت تاجیکستان، کارگران میلیسا یک از فاحشه ها جدا میکنند و مردم رو با تهمت به هر گناه به خانه برده پشت پنجره میکنن و از او پول میستانند. من خود شاهد این کار هستم که یک جوان میخواست برادری از روسیه $15,000 روی کرد، $15,000 امریکایی. برادرش استودنت بود، دانشجو بود، در شهر کولاب میخواست که خانه بخرد. با برادرش گفت که برای من خانه بکاو. وقتی آنها خانه میکافتند کارگران میلیسا از این خبردار شدن و او یک فاحشه را بوددار کردن که او جوان را به خانه خود بیارد و بگوید که من خانه فروشی دارم و در اونجا تهمت زدن. با او فهمیدن که با او $15,000 دارد. میلیسا ها تهمت زدن که این مرد، این جوان با او زن دست درازی کرده است و او را گفتن که تو تا $15,000 نیاری ما تو رها نمیکنیم. من شاهد این کارها هستم. من این کارها رو دیدم، من این چیزها رو می‌دانم. امروز تا جایی رسیده است که روز خاموشی نمانده است. مردم تاجیکستان ما باید متحد شیم، ما باید سرجم شیم. من امروز هر روزه من یکی از فعالان صفحه‌های اینترنتی هستم. من تهمت‌ها می‌بینم که بالای وصال حق میزنن. امروز شما گناهگار محمد انصاری، امروز ما مردم تاجیک که ما دیدیم چیزی را به چشم دیدیم، ما این رو گفته سیم به مردم و این رو ما رسانده سیم به همه شهروندان تاجیکستان. درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از تماس شما. برادر عزیز و در آخر با همه مردم تاجیک گفتنی هم که برنامه شما یکی از برنامه‌های است که دردها و آرزوها. ما امروز از درد مردم تاجیک گفتم اما آرزوهای مردم تاجیک نگفتم. ما امروز آرزو داریم. آرزوی بهترین ما این است که ما در کوچه های شهر دوشنبه با آواز بلند مردم را شنویم که رحمانوف استعفا گویند. این است آرزوی ما، این است آرزوی همه مردم تاجیکستان. امام علی رحمانوف ما تو دیگر نمیخوریم. ما میخوایم که تو استعفا چی، تو حکومت رو به دست گرفتن نتونستی.
تشکر برادر عزیز، پیام شما رسید. تشکر از شما. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام و برکاته. این وصال حق بفرمایید برادر عزیز. بله بفرمایید، صدا شما داره پخش میشه، بفرمایید. من از مشکلات خودم گپ میزنم. از مسکو مهاجر در روسیه کار میکنم. ماهش در 30,000 میگیرم. همین روز یک برادر ما کس 3-4 بار در بانیسای تاجیکستان خواب میرفت. بسیار پول کلان رفت، ساز کرده نتونستن و افشه پولای کلان میگیرن. یگان بانیسای همین کستان نتونستن و افشه ما اینا مهاجر یک خدم کار میکنم. برادرم در پولم در استیسه دولت یوردان هم ایتا برای ما و افشه مشکل. الله متعال مشکلاتتون رو آسان بکنه برادر عزیز. یا دو برادر ما در سپیس پریوم روسیه خوب هستن. میگن که همه تاجیکستان دولت خدمت تاجیکستان گپ میزده که همه دعوتاشون دارو میپرتوفته. هم خراب شدگیان برادرای ما در سپیس پریوم روسیه نگاه نمیکنه. دولت که ما از با مهاجرت یگان با خبر نمیگیره. کنسول تاجیکستان تلفن میکنن، کشتگی میکشن تلفنشون، گپ نمیزنن. شما کی هستین هیچ نمیگه. در اینجا دعوتاشون اروسا هرچی میدوزن، چیم خیلی حقوقا میخیرن، کمک نمیتین به حکومت تاجیکستان. حکومت تاجیکستان وحشه آدمگری نداره. بخدا که اینجا برادرای ما هم گیره هر روز 3 ماشین در سپیس پریوم روسیه گیره میکنن. ما در یاردن تین یاردن نمیتین. کنسول تاجیکستان هم عذابن که ما. تشکر از شما. رحمت کلام. تشکر از شما. کلام. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکاته. اگر وضعیت حکومت در داخل تاجیکستان این گونه باشد که عزیزان ما بیان میکنند، شما توقع دارید که از کنسول تاجیکستان در روسیه که به شما کمک بکنن؟ بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. سومن جان برادر عزیز بفرمایید. علیکم سلام. میتونم بفرمایید، شما دارید با من صحبت میکنید، بفرمایید. ما یک جوانی تاجیکیم. بله. من آقا اول سلام علیکم شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خداوند هدایت برنامه رو میمونه. آمین. شما هم جواب شما سلام شما. سومن جان برادر عزیز، تماس شما مشکل داره. اگر لطف کنید کامپیوترتون رو دوباره رستارت بکنید، دوباره زنگ بزنید. آقای انصاری جان. ما اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان هستم. ما با یک طرز عروض به شما ملاقات کردیم. آقا ما به شما گفتنیم که این مردم اهل یمن، مردم تاجیکستان که در حکومت تاجیکستان کار میکنند. الو. بله. بفرمایید. این مردمی که در حکومت تاجیکستان کار میکنن اعضای حزب امامی رحمان فرسنگ، اینا هم مجبوری اون کسایی که با اعضای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان میشن اون با کارهای دولتی رو داده نمیشود. این مردم اهل همون تشیع هم خیلمانان هستن که آقا باور کنه اعضای حزب همون مردم همون آدم نشوید، یگان حالت کار را قبول شوید. اون مردمی که در حزبای دیگر هم اون را هم مثلا وظیفه‌های مثال بگیم وظیفه‌ای که کم تا یک اولی قدرن در وظیفه‌ها رو هم داده نمیشوند. بله برادر عزیز، حرف ما در اینجا حرف این نیست که والا باید فلان حزب سر قدرت بیاید یا فلان حزب باید دور شود. هر کسی که میآید در تاجیکستان به خلق تاجیک خدمت بکند، یهودی است، نصرانی است، شیعه است، سنی است، هر کسی است. بله مقصد از این است که اون مردم دیگر
مجبور میکنن مردم که فقط دارو یک حزب باشن. در حزب که جناب مولی رحمانوف رهبر در اونجا همه باید لباسایی که زمانوی پوشن، لباسای من در نظر دارم زنا را کس که از هیچ شدن نمیخوان اونا مگر همین با تشیع همراه نیست که او مجبور از حزب کنن و در اونجا کار کنن. ما نمیخوایم که از معاش ماهانه اقدام به یگان جای دیگر مجبوری از دست ما میگیرن. تشکر از شما، پیام شما رسید. تشکر از شما. تشکر. بله سلام علیکم. رستم جان بفرمایید برادر عزیز. الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز گرامی استاد محمد انصاری، حیاکم الله. بفرمایید برادر عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته استاد. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدا شما داره پخش میشه برادر، بفرمایید. برادر شما هستم رستم از مهاجرت. بفرمایید رستم جان، صدا شما داره پخش میشه. خب که صحبت خدمت بکنم، اولا سپاسگزاری کنم با شما احمد جان اگر که سعی کنید تماس رو دوباره برقرار بکنید، صدا مشکل داره. من تا برقراری تماس دوباره برادر عزیزمون یکی از عزیزانمون را طریق اسکایپ میگیرم. بله سلام علیکم. اکراموف برادر عزیز بفرمایید. خب آقای اکراموف پشیمان شدن از تماسشون. تماس بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم بفرمایید از طریق اسکایپ. خب السلام علیکم اکای انصاری، زنده باشید که این خیلی برنامه برای ما آماده ساختید. ما از شهر روسیه مهاجریم، خیلی عذاب دیده مهاجریم، هیچ کس بر ما نمیرسد. باور کنید همه همین مهاجرای ما برادر عزیز، باور کنید هر روز گشنه هستند، در فکر روزگار زندگی هستند. ما خواهش میکنیم که همین حکومتدارا برداد مردم کم هم باشه برسن در انتخابات های میشود عدالت پیشنهاد کنند بر مردم، ما را عدالت بیاموزد. به همین خاطر به همین تاجیکستان میخوام که خب عدالت بسیارتر بیاموزن، قرآن را حفظ کنن تا که ما بیاموزیم که در شهری غریب هیچ چیز ما نمی‌تونیم تا اینکه ما را بدانش کردن، به عقل کردن. ما خواهش میکنیم که حکومت رو مکتب اسلامی را برای ما وایدا بکنن که تو ما از همون مثل که در این دنیاوی مکتب هست همیشه برای ما مکتب اسلامی کنن که تو ما بیاموزیم در دیگر دولت ها در دیگر جاها با ابرو باشیم، با عقل میشیم از همین مکتب اسلامی. با همین خاطر با همه مردم تاجیکستان میخوام که همه وقت زیرک باشن، فقط سرجمی یک مکتب اسلامی را آرزو کنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر برادر عزیز از شما. بیننده دیگر از طریق اسکایپ بر سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. برنامه وصال حق بفرمایید برادر عزیز. محمد انصاری، این سخنهایی که شما گفتید، این نوارایی که شما نشان دادید امروز 1% شکنجه زندانهای جمهوری تاجیکستان را امروز شما نشان دادید یا نه برادر؟ الله المستعان. هم بیشتر ما میدونیم که در زندانهای تاجیکستان شکنجه و عذاب میتین مردم بیگناه را که بیگناه امروز در زندانها ششته هستند. خب بعدا در این باره کم میخواهم صحبت کنم، بعد با مردم خود میخواهم بگویم که مردم تاجیکستان، مردم شریف تاجیکستان، ما خواهش میکنم. الو آواز من بله صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید.
مردم شریف تاجیکستان از شما خواهش میکنم که خاموش ننشینید. بینید که این حکومت رحمانوف، این حکومت دیکتاتوری رحمانوف در طول 24 سال غرض از شکنجه و محبس و سوء قصد به مردم خود کار دیگر و چیز دیگر نکرده است. حتی در مدت 24 سال یک برق را با مردم خود تامین کرده نمیتواند. دیگر کمبودی ها را مانده رود. امروزها قانون جمهوری تاجیکستان چی گفته است؟ در قانون جمهوری تاجیکستان گفته است که پرزیدنت خویش و تبار خود را به کارهای بالامقام، به وظیفه‌های بالامقام تامین کرده نمیتواند، حق ندارد. امروز ما میبینیم از فرزندش سرکرده تا خسرو بچه و تا دیگرش هر یک کدام او در وظیفه‌های بالامقام هستند. درست. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از شما. خب سلامت باشید. ما باز در آخر میخوام بگویم که مردم تاجیکستان بیناموسی را اختیار همه انشالله برمیخیزیم، این سرطان ملت را نابود میکنیم تا ابد. انشالله. زنده باشید. تشکر از شما. تشکر از شما. بله رستم جان، شما دوباره تماس گرفتید. برادر عزیز رو خط هستید، صدا شما رو میشنویم. بفرمایید. تشکر زیاد. السلام علیکم بار دیگر استاد و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد پیشازانه که صحبت ما شروع بکنم، اولا سپاسگزاری خود را به شما میرسانم، زیرا که شما در درد ملت تاجیکستان، در غم ملت تاجیکستان شریک شدین. خداوند شما را اجر و خداوند شما را نگهبان باشد. آمین. وظیفه ماست برادر عزیز، وظیفه ماست. تشکر زیاد استاد، تشکر زیاد. و بار دیگر سلام و گرم و جوشان خود را به تمام مردم تاجیکستان، خصوصا پدر و مادر و بعداً به تمام جوانانی که امروز صدای مرا میشنوند، خصوصا سلام من به جوانان است، پیام من به جوانان است. زیرا که امروز چی مرا وادار کرد که خواستم که درد دل ما، غصه دل ما به جوانان تاجیکستان برسانم. سبب آمد که من خودم یک جوان 22 ساله هستم، با این عمر کوچکی که دارم تمام درد و تمام رنج و تمام عذابی که در زندگی کشیدم، به همین خاطر قلب من، ناموس من، وجدان من مرا خاموش نگذاشت که خاموش استم و جوانان تاجیکستان به مثل من در این درد و در این عذاب چی شریک باشند. به همین خاطر خطاب میکنم که جوانان تاجیکستان، امروز شما آینده ملت، آینده جمعیت، آینده تاجیکستان شما هستید. جز یکم رژیم دیکتاتور، یکم رژیمی که امروز از کل بیابان‌های دنقره آمدن در تاجیکستان ما صاحب کار و صاحب وظیفه شدن، ایرا بود دانن که ملت ما را، مردم ما را به نابودی برده استند. زیرا که امروز یک سخن رئیس جمهوری تاجیکستان تا امروز در قلب من، در وجدان من مرا عذاب می‌دهد که هرگاهی که صدا میکند که جوانان آینده ملتند، جوانان نیروی محبتند، من فکر میکنم او کدام جوانان را در نظر داشته باشد. همون جوانایی که امروز خواستن ملتشان بلند بکنن، خواستن که وطنشان آباد بکنن، خواستن که مردم مهاجرت به وطن بیارن، صاحب کار کنن، از ظلم رژیم رحمانوف، از ظلم این تروریستا در زندان و دیگر کشته و سیوم دو از وطن شد. آیا همون جوانا را در نظر داشته باشد؟ همون جوانایی که امروز خواستن در تاجیکستان دانه اسلام را بکارن، خواستن قرآن را جاری بکنن، این رحمانوف، این حکومت رحمانوف او را تروریست گفته پس زندان کرد، او را کشت، او را از وطن به وطن کرد. آیا همون جوانا آینده ملتند؟ آیا همون جوانایی که 2 میلیون امروز در مهاجرت قرار دارد، چی آن درد و چی آن عذاب و چی آن مشقتی که امروز به سر آنها می آید، تمام آن مرگی که در خانه‌داری ها می شود، چی پدرشان از دنیا می گذرد، چی مادرشان از دنیا می گذرد، چی برادرشان از دنیا می گذرد، ما در اون مصیبت ها نیستیم. مگر این ننگی ما نیست؟ مگر این ناموسی ما نیست که امروز دوسته بگیم چوپان از کوهستان دنقره آمدن، در حکومت تاجیکستان صاحب کار هستند، صاحب جای وظیفه هستند، ولی ما مردم تاجیک، ما مردمی که ناموس مسلمانی داریم، ناموس اسلامی داریم، ما بیرون از وطن هستیم. امروز جوانای تاجیکستان وقتی که شما قدم به 18 می‌نهید، ایرا بدونید که در زندگی شما را چی انتظار است. بدونید که همتون سفر میکنید به مهاجرت، در یکم شما را مرگ انتظار است، دوم شما را رنج و عذاب و شکنجه و تمام آن بدبختی‌هایی که به سر شما می‌بیاد، همه این از دست رژیم عائله رحمانوف و خاندان‌های رحمانوف است. زیرا که در طول تاریخ نشان داد که تا سالهایی که این حکومت در قدرت تاجیکستان نبود، مردم تاجیکستان را در جهان کی میشناختند؟ ما علما داشتیم، ما شیخ داشتیم، ما شاعر داشتیم، ما ادیب داشتیم، ما نویسنده و شاعر داشتیم، ولی امروز ما چی داریم؟
بعد از سالی که این حکومت رحمانوف در بالای قدرت تاجیکستان آمد، ما چون روشن و جمشید، ما چون یک غلامی در دیگر ملک‌ها کار میکنیم، جز غلامی ما را دیگر نمیشناسند. جز غلامی تاجیک بودن دیگر ما کسی نیستیم. دیگر ما نه قدر داریم، نه قیمت داریم، نه ناموس داریم، نه شرف داریم. تا بکای ما خاموش استیم، تا بکای ما صبر بکنیم که امروز دو سه عائله بیسواده که در تاجیکستان آمده ملت زندانی میکنند، ملت میکشند، مگر من تا حاضر خاموش استم؟ آیا من امروز میخواهم که ملت من نجات بدم؟ میخواهم وطن من دستگیری بکنم؟ مگر من تروریست شدم؟ مگر من اکستریمیست شدم که امروز از طرف رژیم رحمانوف تمام جوانان 2 میلیون مهاجر تروریست اکستریمیست اعلان کرده شد؟ این شرم نیست؟ این ننگ نیست؟ کدام حکومت، کدام دولت چنین قانون برآورده بود که امروز دو سه بیسواده که در او بالا ششتن ما را چی برآوردند؟ ما را تروریست و اکستریمیست اعلان کردند. درک دیگری است که امروز ناموس ما فروخته شد. ولی بعض جوانان میبرایند میگن مگر ناموس فروخته میشد؟ شما ایره بدانید که آن پارچه زمینی که در دیگر مملکت فروخته شد این ناموس ما اوتو بود. زیرا که دوست داشتن وطن هم این ناموس ما اوتو. برادرای عزیز شهروندان تاجیکستان ایره بدانید که یک بدن تا وقتی که پاره میکنید چقدر تن شما میسوزه، چقدر وطن شما درد شما میسوزه، بدانید که انمو پاره زمین یک نیمی بدن ما بود که او را کن به دیگر ملت داد. این ننگای به خدا قسم جوانای تاجیکستان روز و ساعتش میبیو که در ظلم دیگر حکومت ها، در ظلم دیگر دولت ها ما گرفتار میشویم. خانه هر یکی ما و شما این حکومت میبیو با ظلم افتمت، با ظلم دشنام، مادری ما او را استفاده میبره، خواهری ما او را استفاده میبره. با اون وقت بدانه که دیر میشود. زیرا که زمان بود جوانایی که امروز قامت بلند کردن به خاطر آبادی کشور، به خاطر آبادی وطن، به خاطر ناموس شما اوها را دستگیری نکردید و آن وقت بدانید که دیر می شود. زیرا که امروز اکثری پالکانیک ها، اکثری گنرال ها شما سوگند یاد کردین که قسم میخورم تا آخرین نفس برای ملتم، برای وطنم، برای سرزمینم خدمت میکنم. ولی این روز شما خدمتگاری دو چوپانی دنگرگی شدین. امروز شما خدمتگار دو سه وزیری بی‌سواد شدین که حتی با زبان مادریشان صحبت کردن نمیتونن، حتی زبان تاجیکی شده حرف کردن نمیتونن. آیا اون وطن آباد میکنه؟ از جمله یکی از آنها امروز به صبر که با زبان مادری خود باور بکنه برادرای گرامی در حرفی کلانه از حرفی خود درک نمیکنه. آیا اون وطن ما را، ملت ما را آزاد میکنه؟ نه. ایره بدانید که شما به نابودی میروید، شما بدبختی میروید. ما و شما امروز از ملت دور شدیم به خاطر انمی سرزمینی بی‌سوادها، به خاطر انمی دو اوباش، به خاطر انمی دو خلاقی که امروز وطن ما را چکار کردن؟ پایمال کردن، قانون ها را از بین برده استند، حتی قانونی آزادانه سخن کردن ما را او گرفتند. مگر این ننگ نیست؟ این شرم نیست؟ شما کدام مکتب خواندین حکومت رو؟ شما کدام قسم خوردین وقتی که شما در منبر برآمدین برای مادرتون قسم خوردین که وطنم در خدمت میکنم؟ ولی متاسفانه افسوس که قسم های شما مبدل به چی است؟ و مثل همون شیطان شما شدین. امروز هر کجایی که درآمد مییابید، هر کجایی که صدای مبلغ از شما اون طرف میروید. ولی امروز ملت شما گمراه کرده استین، ملت از بین برده استین. چه در زندانهای تاجیکستان چقدر شخصای بیگناه را شما زندانی کردید به خاطر منصبگیری، به خاطر رتبه‌گیری. ولی این روزها دیر نیست که در هر یک خانه شما ما انشاءالله میدرویم. این را بدانید که تا نفس آخرین در جانم است، تا چشمم میبینه، تا گوشام میشنوه، تا دلم تپش داره، تا آخرین نفس بر ضد شما رژیم رحمانوف، بر ضد شما عائله کثیف، بر ضد شما غارتگران تاجیکستان مبارزه خواهیم بود. زیرا که شما امروز آمدین، ما و شما ملت تاجیک چیکار کردین؟ از بین بردین. و یک صحبت انشاءالله دراز نمیکنم استاد گرامی، یک کتاب دیگر برای مادران میکنم. زیرا که امروز مادران یکی از پایه ما هستند که وقتی که ما به دنیا آمدین شما مادران گفته بوده که فرزند باید خدمتگاری جمعیت باشد، خدمتگاری وطن باشد، خدمتگاری مادرش باشد. ولی انمو جوانا اکنون مایم، اکنون ساعت وقتش فرو رسید که ما باید در خدمتمان وطنمان آباد بکنیم، ما باید خدمت مردمان را بکنیم، ما باید خدمت خلق را بکنیم. مادرای گرامی، امروز شخصا من جوانی 22 ساله هستم. این جای من تروریست است،
به جای ما اکستریمیست است که شما صدای مرا باور نمیکنه، ولی همون صدای روزنامه‌نگارایی که امروز در تاجیکستان همه دروغ و همه افسانه های رحمانوف در تلویزیون برای شما نشان میدن او را باور میکنین؟ به خدا قسم جوانی 22 ساله تمام رنجور دید، تمام عذاب دید، مگر بدون که فرزندای شما فردا از ما بدتر میشود. زیرا که امروز ما کمی قدر داشته باشیم، سالهای اخیر فرزندای شما از همون سگهای روز باور بکنه قدرتان پستر میشود. زیرا که امروز ما دیدیم در کوچه ها مردم تاجیک، جسد تاجیک، مرگ تاجیک در برای تاجیکستان در کار نیست، برای حکومت رحمانوف در کار نیست. وقتی که دری اساس و تاجیکستان میری او چی میگه؟ خصوصا مبلغ جمع بکنه، جسد یاری بکنه، اساس و برای خدمت مردم، نه که برای مرده مردم. زنده ای ما برای تاجیکستان در کار، مردم تاجیک بدانند که مرده ای ما، جسد ما برای رحمانوف در کار نیست. ایرا بدانه ملت تاجیک ناموستان بیدار بکنه، وجدانتان بیدار بکنه که شما از بین رفتین. امروز برادری ما که چقدر برادر مبارز بود، چقدر برادر که در تمام شبکه‌های اینترنتی صحبت میکرد، از ظلم رژیم رحمانوف چیکار شد؟ از بین رفت. برادر سرافراز آقا مفروض که امروز در برنامه شما استاد گرامی یکی از برنامه‌های شما صحبت کرده بود، از ظلم همین رحمانوف برادر ما عین حال به نشان است. دعا بکنه استاد گرامی در حق برادر ما، دعای خیر بکنه. مسلمانان تمام دنیا از ما خواهش میکنیم که تمام برادرایی که امروز در ظلم و شکنجه رژیم رحمانوف دعا بکنه و شخصا برای من دعای خیر بکنه که امروز خداوند مشکلات ما را، خداوند آن رحمانوف از بین کشور ما دور بگردانه. و همین خاطر استاد گرامی یکم سوال باشد انشالله امیدوار هستم انشالله از خدا جواب بدم، اگر نه انشالله با برادرای دیگر در دل عراق هستند صحبتشون را دوام بدن. استاد سلامت باشید. الله متعال شما را حفظ بکنه و الله متعال این توفیق رو نصیب شما و عزیزانی که با شما و دیگر فعالان تاجیک بکنه که بتونن ندای مظلومیت تاجیکستان رو به جهانیان برسونن. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر زیاد استاد گرامی، خداوند نگهبانتان باشه. سلام علیکم و رحمت الله السلام و رحمت الله و برکاته. من از اولین قسمت برنامه بارها این رو درخواست کردم و تشکر میکنم از عزیزانی که با ما همکاری کردن در این زمینه. ما این برنامه ها اگر شما با ما همکاری نکنید ما نمیتونیم این برنامه ها رو ادامه بدیم. همکاری شما، هر شهروند تاجیکی میتونه یک خبرنگار باشه، هر شهروند تاجیکی میتونه یک فعال مدنی باشه، هر شهروند تاجیکی میتونه در راه آزادی و به اصطلاح استقلال این کشور یک فعالیتی ولو اندک انجام بده. همتون تلفن دارید، میتونید کوچکترین مخالفاتی رو که صورت میگیره علیه حقوق بشر، علیه مسلمان ها، علیه یک انسان تاجیکی، این رو ضبط بکنید از طریق تلفن و بفرستید این کلیپ ها رو برای ما. در مناطق شما اگر ظلمی میشه بر علیه خواهرانتون، بر علیه مساجد، مدارس دینی و علما و دعوتگران، این اخبار رو برای ما بفرستید تا ما بتونیم صدای مظلومیت شما رو به گوش جهانیان برسونیم. بله سلام علیکم بیننده گرامی، از طریق تلفن بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خودتون رو معرفی کنید. سمردین از تاجیکستان زنگ میزنم. سمردین برادر عزیز بفرمایید. پیش از همه از شما تشکر میکنیم برای این برنامه خوبتون. سلامت باشید برادر عزیز. صدای منو دارید برادر؟ بله صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید. هر آنچه که شما امروز در این برنامه خوبتون برای ما نشان دادید راستی بار این یک فایز اون ظلم و شکنجه بود که برای مظلوم تاجیکستان امروز شما نشان دادید. 99% دیگر از این دیده ظلم و ستم زائد هست که امروز مظلوم تاجیکستان در پشت این ظلم و ستم قرار دارند. شما صدای من را دارید برادر؟ بله سمرالدین جان برادر عزیز صدای شما داره پخش میشه، بفرمایید از فرصت استفاده کنید، بفرمایید. اما یک چیزی گفتنی هستم برادر. دوستان خدا میگویم که بابکه به غیرت دین زیستن این مسلمان مردن است این زیستن. امروز مسلمان هایی که در این تاجیکستان حضور دارند باور کنین
زندگی خود را از دست داده‌اند، چون که غیرت ندارند، ناموس ندارند. بله بفرمایید. این حکومتی که مدت 24 سال شد در زیر ظلم شکنجه این رحمانوف قرار دارد، در نوبت اول آمدند و پیش از همه این نقشه یهود و نقشه دشمنان اسلام و خائنان اسلام امروز آمدند بر فرض الله، بر ضد فرض الله امروز مقابله کرده ایستاده‌اند. که امر الله است که خداوند می‌فرماید استعوذ بالله یا ایها النبی قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. خداوند امر میکند که ای پیامبر صلی الله علیه و سلم از برای زن و از برای دختران خود بگو که رویمالی که بالای سر میگذارند با آن رویمال پیشی بران خود را محکم کنند. اما امروز این حکومت مظلوم، این حکومت ظالم میخواهد که مقابل این امر الله مقابله کند. چراغ احمدی را حق بیافروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. من به این ظالمان این گفتنی هستم که میان خودشان را میشکنند. بله. چراغ احمدی را حق بیافروخت، کسی پوف کرد ریشی خیش را سوخت. این دین مدت 1436 سال شد تا این جانب آمد. اینقدر طغیان ها و طاغوت های بودند که قامت خود را شکستند، اما نتوانستند که اسلام را از بین ببرند، اما نتوانستند که مقابل الله و مقابل پیامبر صلی الله علیه و سلم ایستادگی کنند. الله. من یک کتابی دارم برادر محمد انصاری. بله خیلی مختصر برادر عزیز، بینندگان زیادی پشت خط هستند، بفرمایید. از برادران مسلمانی که در جمهوری تاجیکستان زندگی کنند و عموما مسلمان هایی که در تاجیکستان هستند چه از در خارج از تاجیکستان هستند، بیش از همه مسلمان باید که غیرت داشته باشد، غیرت اسلامی داشته باشد. امروز این ظالم ها میخواهند که در ناموس زنهای ما، ناموس خواهرهای ما را زیر پا گذارند، پایمال کنند. باید که ما و شما خاموش نشینیم، باید که ما و شما غیرت خود را استفاده ببریم. تشکر از شما برادر عزیز، الله مطالب ستون کنه. خداوند نگهبانتون باشد برادر. زنده باشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده عزیز صدای تلویزیونتون رو ببندید. از طریق اسکایپ برادر عزیز بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام علیکم، بفرمایید برادر عزیز. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هسته؟ بله لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید، بفرمایید. هست که بود؟ من عذر میخوام از عزیزانی که صدای تلویزیون خودشون رو نبندن، نمیتونیم یعنی حقیقتا باهاتون صحبت بکنیم، چون وقت ما هم ضایع میشه و وقت بینندگان رو. موقعی که تماستون برقرار میشه لطف کنید صدای تلویزیون رو کاملا ببندید. بله سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. خواهر گرامی محترم شبنم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. کمی بلندتر صحبت کنید خواهر گرامی، بفرمایید. السلام
سلام علیکم آقای محمد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خواهر گرامیمون محترم شبنم بفرمایید، یکی از فعالان مدنی تاجیکستان. زاده جمهوری تاجیکستان، اولا می‌داری خودم را بر شما بیان میکنم، چون که شما این روزها غمخوار ما مردم مظلوم جمهوری تاجیکستان هستید. زنده باشید خواهر گرامی، بفرمایید. من این روز میخواستم که پیام خود را و قدرتمنداران اول خصوص برای جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانov فرستانم. بفرمایید. میگویند که اگر از قبله خیزد سخت باران می شود، شاه اگر عادل نباشد ملک ویران می شود. آره حق است راست، شاه اگر عادل نباشد غمخوار ملت نباشد دنیا رسوا می شود. این روزها رئیس جمهور ما خود را پدر ملت می شمارد. رحمانov تو همچون پدر ملت دم خون ما جوانان مگر تصمیم جوانانی که امروز صدا بلند می‌کند برای آزادی خود یکی را به قتل می‌رسانی و دیگری را غارت می‌کنید. کوهنگدایی که به سر دولت آید 100 سال که گذارد بوی زدایی باز آید. زمین ملت را گرفتی، خون ملت را مکیدی، از هیچ به همه چیز رسیدی و به هیچ کس همراه نکردی. اگر کسی از حق خودش صدا بلند کرد به دهانش کوبیدی، پشت پنجره گرداندی، چون که صدای آنها منافعی که در خطر بود. وطن را خراب فساد پیشته کردی، نامش را به مواد مخدر گره زدی، هم پارچه ساختی، اما دیگر بس است. دست ملت دیگر تحمل ظلم شکنجه تو را ندارد. سال 24 سال است که زندان‌های تاجیکستان پر از شخصان بیگناه است. اهل و اقربان رئیس جمهوری تاجیکستان کشی میکنند و آنها در آزادی می‌گردند و شخصانی که بیگناه هستند آنها کنجی زندان هستند. مقصود ابراهیمov که او گناه نداشت. گناه او در چی بود؟ گناه در آن بود که او تنها صدا بلند کرد که وطنش را آزاد کند. یکی از آزادی خواهان بود مقصود ابراهیمov. او با طور ناعدالتی بشرفی کنجی زندان گشت. برادر دیگر ما که او از او تا هنوز خبری نیست، ما نمیدانیم که حالا او زنده است یا مرده است. سرفراز عالم مفروض نام احسان آدینایفی او یکی از سیاستمداران جوان ما بود که این حال او در بین ما حضور ندارد. هر جایی که میگردیم میکوبیم برادر سرفراز را ما نمیابیم. این پدر ملت میگوید رئیس جمهوری ما خودش را. پدر ملت مگر چنین میکند و فرزندان خودش رحم نمیکند و فرزندان خود را یکی را بر دزدی میبرد و دیگری را میکشد برای وطن را از دستش نگیرند. این همه چیز شرفی من رئیس جمهوری ما میباشد. خلق ما را همه طرفا در پیاورده زد. خلق ما باشد، مردم ما باشد تا به هنوز میترسد، تا به هنوز دهانش را نمی‌گشاید. چون که اگر که مردم تاجیکستان دهان گشایند او حتی زندانی میشود، مدت 20 سال زندانی میشود یا کم 15 سال زندانی میشود. این همه این از روی بی‌شرفی است، از روی بی‌انصافی است. یک رئیس جمهوری تاجیکستان با اهل و اقربان خودش تمام تاجیکستان را ضبط کرده گرفته است و تاجیکستان را یک قسمت را به دیگر دولت میفروشد و دولت خطای میفروشد و زندگی خودش را پیش میبرد و هیچ دیگر جوانان را نمیکند، دیگر شهروندان را فکرش را نمیکند. مادامی که او پدر ملت باشد، پدر ملت باید غمخوار هر یک شهروند باشد، غمخوار هر یک فرزند باشد، نه اینکه غمخوار خودش باشد، نه اینکه غمخوار اولاد پستش باشد. او تنها فکریت اولاد خودش را میکند و چگونه اولادش را پرقوت کند و چگونه جسور کند و چگونه در دولت به سر آنها را نگاه دارد.
در تاجیکستان 8 میلیون شهروند زندگی میکنند. 8 میلیون شهروند حقوق گپ زدن را ندارند. تماما مادامی که جمهوری تاجیکستان دولتش و دولت حقوق بنیاد دموکراسی دنیوی اعلان کرد، دموکراسی دنیوی این معنای آن را دارد که شهروندان باید آزاد باشند، آزادانه زندگی کنند، آزادانه حرف زنند. در این گونه نیست. در دولت‌های دیگر هست دموکراسی دنیوی. همه شهروندان با طرح خود آزادانه صحبت میکنند، اما در تاجیکستان این گونه نیست. مادامی که ما آزادانه صحبت کنیم حتما ما کنج زندان میشویم. حتما باید و شاید ما باید کنج زندان شویم یا اینکه ما از وطن به وطن شویم. شخصا من مدت 1 سال میشود که من فرزندم با آوازش رو نمیشنوم. به خاطر چی نمیشنوم؟ به خاطر آنی نمیشنوم که فرزندم رو من زنگ میزنم، مادری من میترسد در زنگ تلفن من به من جواب دهد. هنگامی که من زنگ زدم صدای من رو میشنود مادری من، حتما او روز کارگر امنیت به خانه مادری من رفتن. مادری پیر بیچاره من رو عذاب و شکنجه میدهد. این حال مادری بیچاره من در بیمارخانه از سکته دل گرفتار شده، در بیمارخانه در حالت وضعی قرار دارد. از دست بی‌طرفی من خود امام علی رحمانم. ما با کسی کار نداریم. ما تنها از رحمان یک چیز را میخواهیم، آزادی محبوسان را میخواهیم و آزادی وطن را. برای ما امام علی رحمانم دیگر چیزی نکند، چیزی در کار نیست از ما. برای ما از امام علی رحمانم تنها یک چیز را میخواهیم که وطن را آزاد کند و شهروندان را آزادانه باند، مستقلانه در حیات خودشان زندگی کنند. تشکر از شما خواهر گرامی. پیام شما رسید. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی کمک بکنه و این مشکلات را از سر ملت شریف تاجیکستان دور کنه. در پایان اگر صحبت پایانی دارید میشنویم، بفرمایید. من به همه شهروندان گفتنی هستم و ملت آزادیده تاجیکستان هم گفتنی هستم که شما ترس را از دلتان دور سازید، جسور باشید، پرقوت باشید، متحد باشید، وطن را آزاد کنید. اگر ما همین گونه ترس را در دل جا کنیم، همین گونه رفتن گیرد زندگی ما. 24 سال دیگر ما در دولت روسیه غلام روس میشویم و غلام کافر میشویم. امروزها پدر مادران ما خط کردن، خاموشی را اختیار کردن، ما غلام دولت مردم روس هستیم. بیایید اکنون ما همه متحد شویم، سرجم شویم و دولت را آزاد کنیم، چون که در آینده فرزندان ما غلام کافر نگردند. درست. تشکر از شما. گفتنی هستم که بله. خدا یار و مددگار همه شما باشد، شهروندان جمهوری تاجیکستان. آمین آمین آمین. تشکر از شما خواهر گرامی. جهان سپاس بر شما آقای محمد انصاری. سلامت باشید، زنده باشید. خواهر گرامیمون خانم شبنم بودن از مهاجرین تاجیکستان که در مورد مشکلات عزیزان تاجیک میگفتن در خارج از تاجیکستان و پیام هایی که برای ملت شریف تاجیکستان داشتن. تشکر از ایشان. و نکته ای رو که اینجا لازم است یادآوری بکنم که همونطوری که خواهر گرامیمون در صحبتشون اشاره کردن، برادر عزیزمون احسان آدینه‌اوف یکی از فعالان مدنی تاجیکستان که در یکی از برنامه‌های شبکه جهانی وصال حق تماس گرفته بودند و در مورد ظلم و ستم رژیم رحمانوف بر علیه ملت مظلوم تاجیکستان صحبت کرده بودند، از روسیه فکر کنم. ایشون بعد از این برنامه، بعد از پایان این تماس ناپدید هستند و تا الان هیچ خبری از ایشون نیست. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی این فعال مدنی تاجیکستان را حفظ بکنه و الله سبحانه و تعالی هر چه زودتر ایشون رو از پنجه های ظالمین و خونخواران رحمانوف و رژیم روسیه آزاد بکنه انشاءالله.
تماس شما عزیزان رو میگیریم از طریق اسکایپ و عزیزانی که از طریق اسکایپ تماس میگیرن خواهش میکنم که لطفاً چک بکنن مایکشون رو و اینترنتشون رو و همچنین به مجرد برقراری تماس صدای تلویزیون رو کاملا ببندید. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید برادر عزیز. برنامه وصال حق وصال حق، بفرمایید. ما میتونیم با محمد انصاری هم صحبت شیم؟ بله شما با من هم صحبت هستید و صدای شما به طور زنده داره پخش میشه برادر عزیز، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام الله علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز خیلی خوشحالم که چنین برنامه هست، ما میتونیم راز دل خود گوییم و این ثبت ها و نواره ها، این کلیپ هایی که شما نشان دادید در حقیقت این کلیپ ها حقیقت دارند و من میتونم تصدیق کنم این کلیپ ها رو که یکی از اینها حمزه علی کرمزاده و دیگری برادر امیدیان تاجی و دیگر برادران اینو حقیقت دارند. در حقیقت امروز ها حکومت تاجیکستان یک حکومت ظالمانه، یک حکومت خودکامه شده است که چنین ظلم و چنین ستم به سر مردم، از آن جمله شهروندایی که صدای خود را بلند میکنند و حقیقت را گپ میزنند، از آن جمله به سر آنها یکی از آنها برادران ما مقصود ابراهیم و زید سید غفار میرزایف و دیگر برادرایی که امروز در کنج زندان است. خب در این مسئله من گفتنی هم که امروز که در شهر مسکو بیرون از کشور صدا بلند کردن اینها را مخالف میگویند، اما بعضی از آدم ها نمیدونند چی است. بله ما مخالف هستیم، مخالف مردم را نشاند، مخالف بران هستیم که امروز قانون ها بر ضد دین ما نبرد. ما بله ما مخالف این قانون ها هستیم، اما کلمه مخالف ما امروز به همه شنوندگان میرسانم که مخالف این مخالفت بر همین قانون ها، ما امروز با این قانون ها مخالف هستیم. من امروز باور دارم 7,000 اهالی تاجیکستان، 7 میلیون اهالی تاجیکستان بخشش امروز مخالف هستند. ما نمیتونیم که 7 میلیون تهمت به اکستریمیست و تروریست زنیم. بله. خود همه حکومتداران هستند که امروز برادرای ما رو برای سخن حق گفتن کنج زندان میکنند و به قتل میرسانند. مگر این تروریستی و اکستریمیستی از جانب او هست، نه اینکه از جانب مردم. اینا مردم رو وادار میسازن به این راه روند. امروز هر یک شهروندی که آواز بلند میکند او را به تروریست و به اکستریمیست و به 4 کانالی که در خودشون دارند، او 4 کانال فقط تعریف امام علی رحمان و تعریف از همکارای و تعریف از وزیرای او میکند. ما بار نشنیدیم که بگن که این قدر جسد تاجیک رو میبرند، این قدر جوانهای تاجیک در محبسهای روسیه خواب هستند، کسی از آنها خبر نمیگیرد. حتی نوارهای هست در شبکه های اینترنتی که جوانهای تاجیک مراجعت به کنسولگرایی تاجیکستان میکنند و در تماس میشوند با آنها تلفن های آنها رو خاموش میکنند و تلفن های رو جواب نمیدهند. حتی با کارگرای FMS خدمات مهاجرت روسیه زنگ میزنن، میگن که برای چی شهروندای ما از داخل بینای شما با ما زنگ فرستادن، شما کجا را نگاه میکنید؟ بعد زن این قدر بجای کمک کردنشون این شهروندای روز خدمات فدراسیون روسیه آمده اینها را ظلم و ستم میکند، لطوکوب میکند که شما از کجا تلفن یافتید، با پاسال تاجیکستان با کنسولگرایی در تماس شدید. اینها بجای یاردم کردنشون این قدر ظلم و ستم میکنند. امروز مادرای تاجیک، پدرای تاجیک، شما بشنوید، شما بفهمید که فرزندهای شما در شهرهای روسیه،
در این چنین عذاب‌ها گرفتار هستند. بله. تشکر از شما برادر عزیز. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. تشکر از شما میکنیم و با همه کارمندان شما و همه کارمندان شبکه وصال حق تشکر میرسانم از تمام مردم تاجیکستان، مردم مظلوم تاجیکستان و در حق مردم مظلوم تاجیکستان دعاگو باشین. خدا شما را نگهبان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بلکه ما محتاج دعای ملت شریف تاجیکستان هستیم که الله سبحانه و تعالی به ما صبر و ثبات و پایداری در این را نصیب بکنه. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. از طریق اسکایپ بفرمایید. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. استاد عزیز، من خلاصا میخوام برای شما دعا بکنم که پروردگار بهترین جایگاه در جنت در همسایگی رسول الله برای شما نصیب بکنه، به خاطر این خدمتی که برای ملت مظلومان میکنید. آمین. و دیگر آنچه که گفتنی هستم استاد عزیز برای این مردم، یعنی مردم ما استاد عزیز الحمدلله با غیرت هستند، الحمدلله شجاع هستند، اما نمیدونن که چیکار میکنن. یعنی شرایط داخلی من برای شما استاد عزیز بگم که یعنی مردم ما الان طرز شدگی هستن که یعنی 4 نفر اگر در یک جا جمع شود از یکدیگر استاد عزیز شبهه میکنند که شاید این در حکومت کار کند. یعنی ما استاد عزیز نمیدونیم که چگونه قیام بکنیم. الحمدلله ما تیار هستیم، یعنی ما نیاز به یک امیر داریم، به یک عالم ربانی داریم استاد عزیز که مردم جمع بکنه در یک نماز جمعه که مردم سرجم بشید مقصد تظاهرات مقصد شروع بکنید. اما این مردم اکثر عوام هستند، تیار هستند، الحمدلله شجاع هستند، نمیترسند، اما این مردم نمیدونن چیکار بکنن. و دیگر چیزی که استاد گفتنی هستن برای مردم ملت تاجیکی، مردم باید رجوع به قرآن بکنن. این همه ظلم و ستم، این همه از یکی از سبب که ما قرآن پشت سر کردیم. در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه استاد عزیز قصه بیادم است که حتی وقتی که در مدینه منوره زمین لرزه به وجود آمده بود، حضرت عمر مردم جمع کرد که مردم به خدا رجوع کنید، بازگشتی به خدا کنید. اگر بار دیگر در مدینه زمین لرزه شود من شما را ترک میکنم، از مدینه میروم، تا اینکه میدونم که شما توبه نکردید. و این رحمان و فضل این بدبخت ما خودمان مغرور کردیم و فرعون کردیم. به خاطر که من در منبهات ابن حجر اسقلانی همین قول حضرت عمر است که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید که بسیار مردم ثناء زیاد، تعریف زیاد، مغرور و متکبر میکنند. بله کاملا. و واقعا همیشه کشیدیم مردم فقط تعریف از این باور کنید سایه خدا است فلانات تعریف کردن و بالاخره کار به جای رسید که این بدبخت متکبر شد، دیگه دعوای خدایی داره. استاد عزیز من صحبت دراز نمیکنم، از شما استاد بزرگوار التماس دعا دارم. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. ما در یک نکته مهم رو اینجا بگم که ما هیچ وقت دعوت به این نمی کنیم که مردم شورش بکنن، مردم قیام بکنن، مردم بزنن، بشکنن، بکشن، خراب بکنن. این دعوت ما این نیست. هر انسانی، هر شخصی در هر موقعیتی که قرار داره مسئول است. الان یک پلیسی هست در تاجیکستان داره خدمت میکنه. ما از این پلیس میخوایم که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. رحمانو به تو امر کرده که چادر زنان با حجاب را از سرشون برداری، شما این کارو نکنید. میگی که نافرمانی میشه، منو فردا محاکمه میکنن. والله محاکمه الله سبحانه و تعالی خیلی سخت‌تر از محاکمه رحمانوف. الله سبحانه و تعالی اگر رحمانوف در زندان میندازه، الله سبحانه و تعالی در جهنم میندازه. اگر رحمانوف جلادانی داره که شکنجه میکنه، الله سبحانه و تعالی در جهنم
شکنجهگرانی است، ملائکه‌ای هست که غلاد شداد الله سبحانه و تعالی در مورد اونها میگه. درشت خو و سختگیر هستند، به کسی رحم نمی کنند. 1 پلیس، 2 پلیس، 10 پلیس، 100 پلیس، 1000 پلیس، بگید چرا من باید روسری خواهر مسلمان ما از سرش بردارم؟ امامان مساجدی که متاسفانه امروز اینها مثل شیپورهایی شدن که فقط به ساز امام علی رحمانوف آواز میخونند. متاسفانه از منبر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای دفاع از فرعون و طاغوت تاجیکستان دفاع میکنن. از خدا بترسید. والله اگر مورد قهر و غضب الله سبحانه و تعالی قرار گرفتید، رحمانوف و غیر رحمانوف به درتون نمیخوره. عامه مردم، هر کس در هر جایی که هست میتونه که وظیفه خودش رو انجام بده. من در قسمت اول یا دوم برنامه گفتم بریزن خواهرانمون با حجاب در ترکیه. همین 2 دهه قبل رو به یاد بیارید. در ترکیه دختران ترکیه حق نداشتن با حجاب وارد دانشگاه بشن، حق نداشتن با حجاب وارد محل کارشون بشن. در میدانهای مرکزی آنکارا و استانبول و ازمیر و شهرهای بزرگ ترکیه 10,000 زن مسلمان با حجاب کامل به کوچه و خیابان ریختن، گفتن ما حجاب میخوایم. تسلیم شدن یا نشدن در مقابلشون؟ امروز زنهای ترکی آزادانه هر طوری که دوست دارن حجاب میپوشن، کسی هم نمیتونه جلوشونو بگیره. از همین امروز جوانان تاجیک تعهد بکنن که علی الرغم خواسته این طاغوت و اطرافیانش ریش بگذارن و با ریش بیان در کوچه و بازار. 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر، 10,000 نفر بقبولانید. حرف جالبی زد برادر عزیزمون، میگه این فرعون ها رو، این طاغوت ها رو ما خودمون طاغوت درست کردیم. فرعون رو کی فرعون درست کرد؟ اطرافیانش. اگر گفتن ربکم الاعلی ساکت شدن. اگر گفت که من اختیاراتتون دست من هست ساکت شدن. اگر گفت که شما برده من هستید ساکت شدن. اما یک موسی توانست فرعون رو خوار و ذلیل بکنه. چرا؟ ان تنصر الله ینصرکم. اگر در راه دین الله سبحانه و تعالی رو یاری بکنید، الله سبحانه و تعالی به یاری ما نیاز نداره. دین الله سبحانه و تعالی رو یاری بکنید، الله شما رو یاری میکنه. ولو که 1 نفر باشید. تا کی؟ من در قسمت 3 برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها گفتم به خدا شما ای جوانان تاجیک، ای خواهران و برادران تاجیک، ای پدران و مادران تاجیک، نه تنها در قبال خودتون مسئول هستید، در قبال نسل آینده تاجیکستان هم شما مسئول هستین. نسل آینده شما رو لعن و نفرین خواهد کرد که شما سکوت کردید. سبب عقب ماندگی نسل آینده تاجیکستان شما خواهید بود اگر سکوت بکنید، اگر در مقابل این ظلم و ستم ایستادگی نکنید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستی برادر محمد انصاری؟ سلامت باشید. خودتون رو معرفی کنید برادر عزیز. من عبدالله هستم از تاجیکستان استاد. عبدالله برادر عزیز، ما 5 دقیقه وقت داریم، اگر مختصر بفرمایید. ان شاء الله استاد، ما از این سرخانه تاجیکستان خواهان هستیم، ما هیچ چیز از این نمیخوایم، ما فقط خواهان این هستیم که این قانون‌هایی که زیر قانون الله هست اینها از سر مسلمان ها برداشته شود استاد. کاملا ما هم همینو میخوایم. و استاد و از شما خیلی منت تشکری خود را بیان میکنم که ما مسلمان ها را از تمام کره زمین الحمدلله با فضل خداوند شما آگاه کردیم. الحمدلله الحمدلله الحمدلله. استاد فقط خواهی نستم که ما مسلمان ها فقط آزادی اسلام رو میخوایم، آزادی قرآن رو میخوایم که فقط عدل در روی زمین رعایت شود. بله کاملا کاملا. و این رو گفتنی هستم استاد که فقط میتونن که مثلا ما مسلمان ها و خواهران ما آزادانه زندگی کنند در این
روی زمین. انشاءالله انشاءالله. زنده باشید برادر این عزیز. استاد خیلی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودن، خطان استاد گفتن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، میگه اطاعت مکن هیچ شخصی را در جایی که معصیت پروردگار شود. درست درست کاملا. استاد فقط خواهان نستم که انشاءالله این مستکبرین سر این مقصد بیانه، این قانونهای زیر قانون الله را ترک نند و انشاءالله این سرزمین و یک سرزمین های اسلامی شود. انشاءالله انشاءالله. تشکر از شما برادر عزیز. استاد جان خدا نگهدار، در حق ما دعا کنه. زنده باشید برادر عزیز. الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه. تشکر از شما. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما. تشکر از شما. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که با ما تماس گرفتن و صحبت کردن. ببینید ملت تاجیکستان در این وضعیت قرار داره و این همه ظلم و جنایت علیه این ملت مظلوم میشه. سفیر ایران در تاجیکستان میاد کلا انکار میکنه، میگه این توطئه به اصطلاح سلفیاست و آمریکاست و جالب بود در یکی از صفحه های حکومتی تاجیکستان نوشته بودن که اینها به اصطلاح نوکران CIA هستن و از طرف استخبارات بریتانیا کمک میشن و نمیدونم کشورهای عربی به اینا فلان میکنه که اینا بیان این برنامه ها رو اجرا بکنن و در مورد بین مسلمان ها اختلاف بندازن. ببینید در تاجیکستان آقای وزیر امور داخلی تاجیکستان میاد از وزیر کشور ایران درخواست میکنه که برای بستن وصال حق با اونها همکاری بکنه. اگر اینها عقل و منطق داشته باشن این سردمداران تاجی، به جایی که شما برید از یک کشور بیگانه به خاطر بستن صدای مظلومان تاجیکستان کمک طلب بکنید، به قول برادرمون آقا عبدالله همین قوانین رو بردارید، به خدا همین قوانین رو بردارید، بیایید رسما اعلان بکنید که ما قانون منع حجاب، قانون منع دخول اطفال و کودکان به مساجد، قضیه حج، قضیه حجاب، محدودیت هایی که برای مسلمان ها ایجاد کردید، همه اینا رو برمیداریم، تجدید میکنیم این قوانینمون رو، صفحه جدیدی باز میکنیم در سیاست هامون. باور کنید که ما اولین شبکه خواهیم بود که در اینجا ویژه برنامه خواهیم گذاشت و تاجیکستان دردها و آرزوها نه، تاجیکستان بررسیدن به آرزوها. و از شماهایی که این قوانین رو برداشتید تشکری خواهیم کرد در همین برنامه. ما به دنبال فتنه و آشوب نیستیم، به دنبال فتنه و آشوب کسانی هستند که سفیر بزرگترین آشوبگر در تاجیکستان سفیر ایران هست. من از ملت شریف تاجیکستان درخواست میکنم که اعتراض بکنم بر علیه وجود این انسان کثیف در تاجیکستان که همه رنج ها و مشکلات و دردهای شما را نادیده میگیره، میگه در تاجیکستان همه چیز تنج است، هیچ مشکلی وجود نداره. بعدش چیکار میکنن؟ میان شخصی رو که به امام اعظم، به امام ابو حنیفه، به اصحاب و امهات المؤمنین توهین کرده، اهانت کرده، برای این شخص در تاجیکستانی که اکثریت مطلقشون اهل سنت هستن، حنفی هستن و دوستدار اصحاب پیامبر و همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم هستن، برای اون بزرگداشت برگزار میکنن. احمد جان این سفر رو نشون بده. نشست علمی ویژه امام خمینی در خوجند، در شهر خوجند، نشست علمی ویژه خمینی به مناسبت سالمرگ ایشان برگزار شد. متصدی برگزاری نشست وابستگی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر خوجند بود که گزارش هم در صفحه رسمی رادیو تاجیکی ایران هست. شما تصور بکنید خمینی که در کتاب‌های خودش بدترین توهین‌ها و اهانت‌ها رو به اصحاب پیامبر و به امهات المؤمنین میکنه، در تاجیکستان برای ایشون بزرگداشت برگزار میکنن و سفیر ایران در تاجیکستان میگه که در تاجیکستان همه چیز تنج است، هیچ مشکلی وجود نداره. همه اینا دروغ است. همه این مشکلاتی، همه این حرفایی که عزیزان و رنج دیده های تاجیکستان بیان میکنن، همه اینا به قول سفیر ایران دروغ است. این صفحه کتاب خمینی رو نگاه کنید که این زندیق در کتاب خودش، کتاب الطهاره جلد 3 میگه که در مورد نواسب که صحبت میکنه در این صفحه 457 انواع کفار، در اینجا چی میگه؟ که عایشه و زبیر و طلحه و معاویه و غیره اینها نجاست ظاهری ندارن، بلکه نجستر و خبیثتر از سگها و خوکها هستن.
این رو در مورد همسر پیامبر میگه، در مورد اصحاب پیامبر میگه و در تاجیکستانی که دوستداران اصحاب پیامبر و همسران پیامبر صلی الله علیه و سلم هستن، برای این انسان زندیق در اونجا بزرگداشت برگزار میکنه. بعد سفیر ایران میگه که دروغ، در زندانهای تاجیکستان به کسی شکنجه نمیشه، به کسی تجاوز نمیشه. مسئله حجاب اصلا کی گفته که در تاجیکستان مشکل حجاب وجود داره؟ کی گفته که علمای تاجیکستان مشکل دارن؟ کی گفته که خطبای تاجیکستان مشکل دارن؟ این بدبختی هایی که امروز در تاجیکستان هست، من در اولین قسمت این برنامه گفتم و باز هم تکرار می کنم که بیش از 90% این بدبختی ها و دوام این حکومت ظالم و وجود این ظلم ها و شکنجه هایی که در حق ملت مظلوم تاجیکستان صورت میگیره زیر سر رژیم روسیه که دشمنی شدید با اسلام و مسلمان ها خاصتا با تاجیک ها دارن و زیر سر نظام فاشیستی رافضی خمینی در ایران هست که میخواهند ملت تاجیکستان رو و مردم شریف تاجیکستان رو به طرف رافضه‌گری بکشانند. بندازید دور زباله های رژیم ایران رو از تاجیکستان، امثال سید یونس و غیره‌ای که ملت تاجیکستان رو میخوان به طرف رافضه‌گری بکشانند. تا پای نحس این رافضی‌ها در تاجیکستان باشه، ملت تاجیکستان آرامی رو نخواهند دید. من تشکر میکنم از همه عزیزانی که چه از طریق تلفن چه از طریق اسکایپ در برنامه امروز مشارکت کردند و تشکر میکنم از عزیزان تاجیکی که با ما همکاری کردند تا این فیلم و این برنامه رو آماده بکنیم. ما منتظر همکاری و همیاری شما عزیزان هستیم. هر موردی، مخالفت هایی که علیه حقوق بشر، علیه ملت شریف تاجیکستان، علیه اسلام، علیه اهل سنت در تاجیکستان صورت میگیره، چه از طریق ایمیل چه از طریق واتساپ شبکه جانی وصال حق برای ما بفرستید، عکس، فیلم، متن، اخبار، تا ما بتونیم در برنامه‌های آینده و در برنامه‌هایی که برای تاجیکستان انشالله خواهیم داشت استفاده بکنیم. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی ملت شریف، ملت نجیب، ملت متدین تاجیکستان را از شر این طواغیت نجات بده و ملت تاجیکستان همانطوری که از اسم تاجیکستان پیداست تاج آسیا باشن و با افتخار و با سربلندی زندگی بکنن و دیگر در تاجیکستان نه شکنجهگری وجود داشته باشه، نه زندانی وجود داشته باشه، نه ظالمی که بیاد حجاب خواهر مسلمان ما رو از سرش برداره و نه اون انسان فاسق و فاجری که بیاد اختلاط و شراب نوشی و هزار یک فساد دیگر رو در تاجیکستان ترویج بده. به امید اون روز و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.